و زیر خاک گشتی تو آرام، و ای پیرانی پر محنت کشیده بخوردی لذتی رحلت چشیده. بعد شاهان مراجعت میکرد به سوی جوانانی که تا حال حیات خودشان پره نکردند و به زیر خاک همه خوابیده هستند، و به سوی پیرانی که خود ضعیف بودند باز چنگال عزراییل آنها را ضعیفتر کرد، به سوی آنها هم مراجعت میکرد است، فریاد میزد است. چی میگفت است؟ چی دارید آرزوی دل بگویید، ای شاهان، ای جوانها، ای پیران موی سفید که در زیر قبر خوابیده هستید، چی دارید آرزوی دل بگویید؟ در این خاری فرو از آب روید. شما این مکان آمدین که در اینجا آب روی شما نیست دیگر، آب روی شما پرید نابود شید. لیکن از شما خواهش دارم که چی آرزو دارید؟ آرزوی خودتان برای ما بیان کنید. همه گویند در دنیای فانی نداریم آرزوی زندگانی. همه این اهل گورستان چی میگفته است؟ ای ملائک، ای بنده خدا، آرزوی ما همین است که دویم باره دیگر بر حیات بر نگردیم، دویم باره زندگی برای ما برپا نشود. ولیکن حسرتی بسیار آرمان به دل داریم از صدها فراوان. دویم باره حیات زندگی را نمیخواهیم. برای ما همون دنیایی که عاقبتش چپشیدن و نابود شدن است، برای ما آن دنیا هیچ اهمیت و هیچ آرزوی ما داخل نمیگردد. لیکن در دل یک آرزو و حسرت‌های زیاد داریم. چی هست؟ که تا زنده شویم یک بار دیگر بگوییم ذکر پاک نام داور. تا که خدایا ای ذاتی که تو مرده را زنده میکنی و زنده را مرده میکنی، همه این به ید قدرت توست. خدایا از تو تمنا و آرزو داریم که یک بار دیگر ما را زنده بگردان، تا که به خانه خود برویم و با یک حیات قدم بزنیم، تا که از حیات گذراندگی خودمان راضی باشیم و چنان ذکر تو را چنان بیان کنیم که پروردگارا تو در اون زمان از ما راضی بگردی. دریغا نیست دیگر زندگانی، دریغا نیست دیگر زندگانی، به حسرت خفته ایم در خاک دانی. لیکن حضرت باز ناامید میشوند که خدایا میدانیم که تو زمان در قرآن ما خوانده بودیم یا از زبان یک داملای شنیده بودیم که خداوند شما فرموده بودین ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. ما زاره میکنیم که خدایا ما را زنده بگردان و ذات شما بر ما جواب میگرداند که بعد مردن دیگر زنده گردانیدن و به سوی خانه رفتن نیست دیگر. خدای شما دانست که شما در حیات چی کار میکنین و چگونه به نزد من میآیید. بدان ای بنده قدر زندگی را، بدان ای بنده قدر زندگی را، مده از دست کسب بندگی را. بگو ذکر و مگو ناگفتنی را، بکن امر و مکن ناکردنی را. حضرت جنودی ما و شما را در آخر نصیحت کردند که ای مردم بیدار شوین، از پول دنیا دیده و از راحت دنیا دیده عمر قیمت است، عمر ارزشش به نهایت قیمت است. شما به قدر عمر خود برسین، زیرا که عمر رفت دیگر نمیگردد. عمر که رفت بدنهای شما ضعیف می شود، شما دیگر خدا را پر عبادت کردن نمی توانید. بندگی کنید، عملهای صالح را زیاد انجام دهید
تا که در نزد خدای خود خجالت نباشی. رسول اکرم میگوید یتبع المیت ثلاثه، وقتی بنده از دنیا میگذرد 3 چیز از پس وی میرود تا گوریستان. چی است وی؟ اهله و ماله و عمله. اهلش، اولادش، مالهایی که داشت، عملهایی که داشت، هر 3 اینها تا گوریستان از پس مرده میروند. فیرجع 2 و یبقى واحده و یرجع اهله و ماله و یبقى عمله. پیغمبر خدا گفتند پس میگردد اهلش، اولادش و مالهایی که داشت اونها پس میگردند و همراه این مرده همان عملی او باقی میماند. خلاص. رسول الله گفتند من این حدیثی که الحال برای شما بیان کردم به یک مثال عادی به شما تشبیه میتونم. یک برادر 3 برادر دارد، یک شخص 3 برادر دارد. پیغمبر خدا این حدیثی که الحال به شما گفتم مثال میارد. 3 برادر دارد. وقتی که یک برادر بیمار می شود به سوی این 3 برادر مراجعت میکند. به یکی از اینها: برادر عزیز، من الحال بیماری دارم که عاقبتش وفات است، تو برای من چی خدمت میکنی؟ میگفت است برادر، میگفت است مادامی که تو بیمار هستی من تو را بیمارداری میکنم، من برای تو غذا تیار میکنم، همه حالتهای وزنی تو را به دوش خود میبردارم. وقتی از دنیا گذشتی من تو را غسل میدهم، کفن میکنم و داخل قبر میگذارم. پیغمبر خدا گفت این اهلش است، این اهل هست، یعنی تا داخل قبر اهل اولاد خدمت میکند. این برادر اهلی هست. گفتند باز این بیمار به سوی برادر دیگه مراجعت میکند، تو چی خدمت میکنی؟ میگوید برادر عزیز، برادری من و تو فقط در همین حیات است، بعد تو من از این خانه تو باز خانه دیگر کس میروم. رسول اکرم گفتند این برادر مال است، این مال است. گفتند امروز در دست این کس است، فردا از دنیا که گذشت باز در دست دیگر کس میافته. و 3م برادری که مراجعت میکند میگوید تو چی خدمت میکنی؟ میگوید خدمت من همین است که من همراه تو در داخل قبر میستم و از وحشت قبر تو را نگاه میدارم، سوالهای منکر و نکیر را جواب میگردانم، روز قیامت در ترازوی اعمال تو چکار میکنم؟ وزنین میشوم، سنگین بگردم. پیغمبر خدا گفتند این برادر عملت هست، ای اصحاب من از این 3 برادر کلامش اختیار میکنید؟ گفتند آخرش پیغمبر خدا اونی که همراه ما در قبر هست، این عمل هست. حضرت علی روز به یک وادی میگذشت با همراهی کمیل رحمت الله علیه. کمیل میگوید در یک وادی یک قبرستانی را دید علی و جانب قبرستان گشت. گفت ای اهل قبرستان، آیا برای ما یگان خبری دارید؟ دمی میگه خاموش ایستاد. و بعد این باز علی گفت خبرهای ما بر شما این است که وقتی که شما دنیا را پدرود کردید مالهای شما تقسیم شد، فرزندهای شما یتیم شدند و زنهای شما شوهر کردند. این خبر ما بر شماست. آیا یگان خبری از شما بر ما هست؟ حضرت کمیل میگوید حضرت علی این سخن گفتند و گریان شدند. و بعد باز جانب من گشت و گفت اگر اهل قبرستان زبان می داشتند هر آینه می گفتند که از خدا بترسید و حق خدا را در حالت زندگی بجا بیارید. اگر اینها زبان می داشتند. این یک تفسیری عادی و مختصر و ساده در این غزلیات حضرت جنونی هست. البته خلاصه کلام این است که ما و شما باید که با قدر حیات خود برسیم
نگوییم پیر هستیم، نگوییم جوان هستیم، نگوییم میان سال هستیم. هر حالتی که نباشد عادی ترین حتی یک ثانیه و یک دقیقه را برای خودمان چیکار کنیم؟ غنیمت بشماریم. زیرا ما و شما نمیدانیم که مرگ کی به سراغ ما و شما می آید. پیش از مرگ باید که ما و شما تیار باشیم. رسول الله میگوید استعید للموت قبل نزول الموت. پیش از آنی که مرگ بالای شما می آید شما باید که تیار باشیم. میگذاریم انشاءالله در سوال و جواب هایی که الحال نزد ما هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز، من شما را دوستی نزدیک میدانم. التماس به سوال من جواب درست بده. در وقت گذشتن از منزل روزها دعا کردن ممکن است یا نه؟ یعنی وقتی شما به پیش گورستان میگذارین، گورستانی که روزها خوابیده‌اند، اونجا شما دعا میکنین، میگوین ای مردمی که در این قبرستان خواب هستین، شما کسانی بودین که قرآن انکار میکردین، شما کسانی بودین که نماز در مسجد و نماز جماعت نداشتین، شما کسانی بودین که حیات خدا به عرق نوشی سپری کردین. وای به حال شما و آمین یا رب العالمین. این دعای شما در حق مزار اونهاست. وای به حال شما که شما دین اسلام اختیار نکردین. و اگر شما این راه را انتخاب میکردین، خدای شما گفته بود این الدین عند الله الاسلام، دینی که در نزد من نجات دارد این همون چی هست؟ اسلام هست. هر کسی که با اسلام از دنیا میگذرد در حق او ما دعا میکنیم خدای رحمت و مغفرتش میگرداند. وقتی انسانی که با اسلام هیچ خدمتی نمیکند، به ضمن خدمت باز دشمنی خودش می‌آورزد، او لایق دعا هم ندارد. السلام علیکم داملای عزیز، من یک نفر مخلص شما، خواهش میکنم به سوال من جواب میگردانید. زن با طور شوخی با شوهرش میگوید در نبودن تو من با یک جوان زیبا بودم، با این طریق این زن گناه میگیرد یا نه؟ و در آخر التماس دارم از شما امروز در روز قبول دعاست، از برای من دعا میکردید که کار مشکل پیش روی من آمده است. یعنی این برادر سوال کردن که اگر زن به طریق شوخی بگوید که در نبودن تو من با همراه یک جوان بودم، آیا این زن گناهگار می شود یا نه؟ راستی بار باور کن این بی‌غیرتی و بی‌ناموسی همو مرد نشان می دهد. وقتی که زن نزد وی میگوید که من در نبودن تو با یک جوانی بودم، ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. این گپ شوخی هم نیست، همه کار از شوخی سر میزند. وقتی یک بار بگوید ما با همراه فلان کس بودیم و نگاه به سوی تو میکند، زنها بسیار یک دام فریب هستند. رسول اکرم گفتن اتقوا النساء و اتقوا الدنیا، از دنیا و از زن سخت بترسید. از این خاطر اولا این تماما معنی ندارد. باید زن اینقدر جرأت پیدا نکند که این سخن در نزد شوهر خود بگوید که ما با فلان مردی بودم، و این مرد اگر خنده کند این دیوس است و بگوید شوخی کرده است، خنده کند، این دیوسی را نشان میدهد. برای البته زن هم گناهگار میشود و تو در نزد خداوند از اون دیده گناهگارتر هستی. خداوند آن مشکلاتی که پیش روی توست خدایا مشکلاتی تو را دور بگرداند و غیرت اسلامی را خدا در وجود تو پیدا بگرداند. آمین یا رب العالمین. اینجا یک برادر با کلمات عربی نویسنده است. راستی بار این حسن خط هم نیست. حسن خط می نویسی خوب بنویسش، نقص بنویسش، نمیتونی نویسنده با همین طریق کریلیکی بنویس، میفهمیمش انشاءالله. السلام علیکم داملای محترم، آیا حضور پدر مادر در نکاح شرط است یا نه؟ یعنی در نکاح حاضر شدن پدر مادر اگر چندی که فقها میگویند شرط نیست، لیکن با مرور زمانی که الحال ما و شما زندگی داریم حضور پدر مادر شرط است که باید که در نکاح
خواهرز البته او پدر مادر است. وقتی ما اینقدر صفتی که پدر مادر میکنیم و در نکاح فرزندش اشتراک نداشته باشد یا درکدار نباشد، پس این چگونه میشود؟ این حالت هم این نکاح با فیض و با برکات هم نیست. باید که همون داملهایی که هستن پرسان کنند. ما را چند کس میگوید، ما را 3 بار میپرسیم پدر مادر باشد، اشتراک داشته باشد، از این نکاح فرزندشون لذت برد. اونها به همین روزا اونها تربیت کردن. باید که البته حضور داشته باشد و تمام دامله ها مسئول هستند. اینها را باید که بپرسند که آیا اشتراک دارد ندارد، آیا این فرزند چگونه فرزند است که پدر و مادر او در این نکاح اشتراک ندارد. اینا را باید که ما بفهمیم، دامله ها باید بپرسند. الحال در همین موضوع یک صحبت میخواهم برای شما برسانم. یک برادر برای ما مراجعت کرد. من بعض دامله ها این رساندنی هستم. یک برادر الحال به ما مراجعت کرد که پدرشان یک زن داده بودند. اون زن تخمین 50 ساله یا زیادتر از 50 ساله بود. وقتی که در خاندان پدرشان جنجال شده است، البته زندگی آینه بیش و کمی است، هر شب در آسمان ستاره نیست، زندگی بی جنجال نمی شود. وقتی جنجال شده است، اون زن بیرون شده است از خانه، آمده است این شهر خانه مادرشان و بعضی از فرزندهای از همین دهه نزدیکی همین کاریز است، اون زن دیراب کردن، طلاق ناگرفته رفته در پدر خچان نکاح کرده دادن. ببینید این خودش یک مصیبت است، یک مسخره کردن با اسلام است. این ممکن نیست در اسلام. زنی که به او به نکاح است، اون نکاح نشد، اگر چند تعارض خطبه بخواند خواندن میگیرد، اون خطبه معنای را ندارد که نکاح واقع شد. اینجا شرط ها به جا آمده است. این زنی بی طلاق است، چگونه وای میتواند قطعی اون مرد زندگی کند با اون موی سفید؟ اون موی سفید فردا در قبر نزد خدا چی جواب میگه؟ خدای مهربان میگوید من شرم میدارم موی سفیدی که ریشش سفید است و عذاب کنم. آیا موی سفید شرم نمیدارد که به سوی من گناه میکند؟ آیا گناه است؟ این زنا هست. آخه تا زنی که اگر طلاق کردگی و عده، ما درباره عده با شما صحبت داشتیم، تا عده او نگذرد، زن 50 ساله از 50 بالا عدهش 3 ماه است. وقتی شوهر باید طلاق میکند 3 ماه باید که عده بپاید بعد شوهر کند. اگر در این مدت شوهر کند اون شوهر نیست، این نکاح نیست. همخوابگی اونها همچنان است که زنا در راه خدا زنا کرده ایستادند. خوب میشود و کسی نباشد با او زن دیگر همخوابگی نکنند، اون زن جدا کنند. از خدا بترسیم. السلام علیکم داملای عزیز. من در دانشگاه شهر کلاب میخوانم. دکان دانشگاه به ما میگوید که من شخص مسلمان را شوم میبینم. در قرآن شریف آمده که دخترها مسجد رفتن منع است. دکان میگوید که من آدم دیندار را شوم میبینم. میگوید که قدم زدگی هم گناه است و با سر سجده میکنم، باز یک بار گناهگار میشم. التماس من راستی بار این سوال هم نفهمیدم، لیکن آمدن زنها در قرآن خبر داده باشد به مسجد، در قرآن هیچ آیتی نه آمده است که زن به مسجد نه آید. این دکان دروغ میگوید. و دیگری که مثال آدم مسلمان بد میبیند، شوم میبیند، این طری ابو جهلا پر است. ما برای هیچ غم هم نداریم. در هر زمان محمدی هم هست، ابو جهلی هم هست. این مکان میگد به هر رویت گل و خار اندرین باغ، که هم توتی در کار است و هم زاغ. این دنیا بیزاغ نمی شود. میکنم که سوال مرا با پررگی جواب گوید. در ماه شریف رمضان در 30 روز ماه دخترها با پسرها مابین روز
ما بین روز در بخشکایی میکنن. این روزه نیست. وقتی که بخشکایی برای شما گفتم، مزار پرستی برای شما گفتم، فالبینی برای شما گفتم، اینها چیزایی هستند که برادرای عزیز از اسلام ما نیست. بزمی این باز شما در نزد خدا عاصی و گناهگار میگردین. با اینها رجوع نکنین. امروز اکثر سوداگرها در این مسجدهای ما و شماست، همون خارهایی که شما کلان کلان در دکانهاتون کشال کردین، این نشانه اون است که تو توفیق نداری، تو از خدا نمیترسی، تو ایمانی بر خدا نداری، تو فقط همون خار، از همون خار تو چی داری؟ حاجت و برکت دکان تا طلب داری. اون خارها را از دکانات دور کنین. نلهایی که در دروازه هاتون آویزان کردین اونها را دور کنین. در رمضان کرده باشد، از رمضان ثوابش او تماما محروم شده است. رمضان چیزی نیست که همین دهن بستی و تشنگی تمام به همین روزه بجا آمده باشد. نه، تمام اعضای انسان باید روزه دار باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. که دامله حاجی میرزا، حمام رفتن مردها یک جای درست است یا نه؟ حمام، من برای شما چند حدیث اینجا نویساندم، میخوانم الحال خودتان ملاحظه کنین که حمام چی معنی دارد. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اتقوا بیتا یقال له الحمام. پیغمبر خدا گفتند از خدا بترسین و آن مکانی که نامش حمام است به اونجا قدم نزنید. قال یا رسول الله انه یذهب الدرن و ینفع المریض. صحابه گفتند پیغمبر خدا، حمام مکانی هست که چرک آدم دور میگردد و بیماری هایی که باشد از حساب حمام بیماری ها نابود میگردد. قال فمن دخل فلیستتر. پس مادام کدامی از شما میخواهد که حمام داخل شود، بایستا که ستر عورت بجا بیارد. رسول اکرم در آخر گفتند از این خاطر وقتی شما حمام میدرائین، جوانای عزیز یا پدرهایی که حمام میروین، اولا حاجت به حمام نیست. الحمدلله امروز یک سرپوشه داریم یا یک پیچکه داریم که در همون یک کمی همون را بتسپانیم، آب گرم کنیم، در همون سر بدن خدا بشوییم. از اوی که ما و شما در یک جمعیت داخل میشویم که همه اگرچه تو سطر داری لیکن اون دیگرها سطر ندارند، به نظر کردن اونها، به داخل شدن مکان اونها تو هم گناهگار هستی. حضرت سلمان فارس از ما و شماست، میگوید 3 بار گفتن حضرت مردن و زنده شدن را به عهده دارم، لکن نظر کردن به عورت یک برادر را اختیار نمیکنم. 3 بار حضرت گفتند مردن و زنده شدن را به عهده دارم. این مردن خیلی کاری مشکل است، جان دادن خیلی کاری مشکل است. این را به عهده دارم، لکن به عورت یک برادر نظر کردن را من برای خود اختیار نمیکنم. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. این نسائی هم روایت کردن، ترمذی هم روایت کردن، حاکم هم روایت کردن. چی گفتند؟ کسی ایمان بر خدا و ایمان بر روز قیامت دارد، چی میگوید؟ فلا يدخل الحمام الا بمئزر. پیغمبر گفتند داخل نشود حمام را مگر با ستر عورت. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا يدخل حلیلته الحمام. کسی ایمان دارد، ایمانی بر روز قیامت دارد، ایمانی بر خدا دارد، بایستا که اجازت ندهد که زن او حمام رود. برای زنی وی هم داخل حمام شدن هم اجازت ندهد، فقط ستر عورت. این هم یک حالت اگر ناگوار برای شما باشد و اگر حمام هم اختیار میکنید، جایی دارد تنها برای هر آدم، اونجا را برای خود اختیار کنید. برای جمع بین جمعیت و ترک سطر کردن، شما اگر روز جمعه باشد از جمعه تماما بالکل از ثوابش محروم هستید.
اگر در روز جمعه رفته در حمام باز با یک بدنهای لوچ، یا اینکه اگر سطر عورت هم داشته باشی پهلوی تو لوچ باشد، تو از ثواب جمعه محروم هستی. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی، یک چند سوال را از شما پرسان میکنم. شما گویید که مادر به سر گور فرزندش رفته دعا کردن روا هست یا نه؟ دویم، مفهوم روضه امام اعظم چیست؟ روضه گفته باغزار یا مقبره یگان عالمی که از دنیا میگذرد وی را روضه میگویند، یا ما و شما میگوییم روضه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی مرقدش، همون را روضه میگویند. روضه ابو حنیفه هم مثل همین است، چگونه که در بغداد است، در بغداد حضرت خوابیده هستند، مثل همون است مرقد ابو حنیفه. سیوم، پیشتر یعنی در عصرهای پیشین وثیقه‌نامه بوده است. این چگونه حجت بوده است؟ وثیقه‌نامه اینا همون اولادهای خودشان بود. وثیقه‌نامه گفته همین گواهنامه را هم میگن، گواهنامه را وثیقه‌نامه میگن. یا اینکه اگر مطلب شما این باشد که مثال بعضی آدم‌ها پشت‌های خودشان چند پشت تا کی میرسد گفته اونا را حجت کردگی هستند، معنای همراه هم داره. زنی که سینش به 70 رسیده است، اگر مرد با زن دیگر گرفتن مراق داشته باشد ولی زن مانع شود یا خود رشک برد، با وی اوبال نیست؟ اوبالی چی هست آخه؟ مثال اگر مرد مراق به زن دیگر داشته باشد و شرایطش میرسیدگی باشد، تأمین هر دی این زنها را میکردگی باشد، اینجا هیچ یگان رشک زن و مانگی زن هیچ اهمیت ندارد. و سوال اولی که شما گفتین، آیا مادر به گورستان به نزد فرزندش دعا کرده میتواند یا نه؟ من یک حدیث از پیغمبر خدا به شما میخوانم که را حاکم روایت کرده است. ابن ابی ملیکه وقتی میگه عایشه صدیقه از گورستان برگشتن، این زن از عایشه سوال کردند من این جئتی؟ از کجا آمدی عایشه؟ قالت من قبر اخی عبدالرحمن ابن ابی بکر. گفت از نزد قبر برادرم ابی بکر عبدالرحمن ابن ابی بکر آمدم. فقلت لها الیس کان النهی عن زیارت القبور؟ عایشه، آیا پیغمبر خدا نگفته بود که زنها باید که به زیارت قبرستان نروند؟ قالت کان النهی ثم امر بزیارتها. بلی گفت ای ابی ملیکه، پیغمبر خدا اول من کردند لکن در آخر اجازت دادند که رفته زنها هم قبرها را زیارت کنند. لیکن حدیث های زیاد هم در باب منع کردن زنها برای زیارت قبرها هست از پیغمبر. لیکن امروز حاجت به سوی قبرستان رفتن زنها را هم در مذهب ابو حنیفه میگوید خاطرش این است که اینها طاقت صبر ندارند و در داخل قبرستان که جزا و فضای زیاد میکنند، از این خاطر گفتن نرفتنشان بهتر است. و وقتی که اگر میروند باید که ستر اسلامی داشته باشد. لیکن از همه بهتر همین است که هیچ حاجت نیست در همون خاندان دعا کنند، در حق فرزنداشون دعا کنند، انشاءالله خداوند دعای اونها را میرساند. شرط نیست که همون قبرستان یا که مزارها در مثال ما و شما همین زنهای ما و شما آباد گیرند، هیچ حاجت نیست. سلام داملای شیرین سخن، از شما خواهش دارم که به این سوال من جواب گردان. نماز بامداد قضا شود در کدام حالت خواندن درست است؟ بعد از شام درست است یا بعد از پیشین؟ نماز قضا وقت ندارد. بامداد قضا شد تا پیشین میخوانی، بعد پیشین میخوانی، پیش عصر میخوانی، بعد عصر میخوانی، بعد شام میخوانی، همه صورت جایز است. کدام حالتی ده که نماز قضا را میخوانین البته به البته جایز میشود، درست میشود.
السلام علیکم داملای عزیز. من بر نماز شما از کوچه چرمگری پایان می آیم. شما را از محبت بسیار چند بار در خوابم نیز زیارت کردم. یک شب خواب دیدم شما و خودم و حضرت عمر یک جا نشسته ایم. حضرت عمر می گوید که کمی صبر کنید، رسول اکرم می آید. دیگر نمی دانم که پیغمبر را دیدیم یا نه که این که بیدار شدم. این چه خیلی خواب است. من چند بار گفتم من تعبیر خواب نمی کنم، لیکن وقتی آدم خواب می بیند حضرت عمر یا یک عالم، یعنی یک آدم نمایانی که در راه خداوند نمایان شده است، وقتی وای مثال شما در خواب می بینید، این یک معنای او را دارد که ایمان شما قوی شده ایستاده است، ایمان شما کامل شده ایستاده است. خوش به حال او برادری که حضرت عمر را در خوابش می بیند، حضرت ابوبکر را در خوابش می بیند، حضرت عثمان را در خوابش می بیند. این در هر خواب داخل نمی شوند. داملای شیرین سخن عزیز، سخن از خداوند و بعد از جماعه مسلمین که در حق فرزندان همه و در حق فرزندان من دعای خیر کنید که دعا طلب کردن از غرب و مهربانی های پدرشان. یعنی برادرایی که در سفرها هستند، تحصیل علم میکنند یا برای رزق روزی رفتند، خدای مهربان آنها را صحت سلامت برده، صحت و سلامت به خاندان برگشته و آمده در جمعیت و در دین خدمت کردن را خدا نصیبشان بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای محترم. در محله ما داملا امام تسبیح بعد نمازها را بلند نمیخواند. قوم در حیرت ماندند از ترس ملا امام آیا بخوانیم یا نه. بلند خواندن تسبیحات 33 بار فرض است یا سنت؟ التماس جواب دهید. حضرت ابو هریره میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من سبح الله فی دبور كل صلاة 33 و حمد الله 33 و کبر الله 33 و تمام 100 لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. پیغمبر خدا گفتند هر کسی بعد نماز 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر میگوید و 100 کلمه این لا اله الا الله وحده لا شریک له انجام میدهد، خداوند مغفرت خطاهای او را میکند اگرچند که مثل کف که بحر که خطا داشته باشد. از این خاطر ملا امام هم که گفت شما هم برابر ملا امام همان تسبیح ها را گفتن بگیرید. خواه نماز بعد نماز شام هم شما تسبیح ها را بگین، بعد هر یک نماز تسبیح ها را بگین. انشاءالله خداوند مغفرت گناه های شما را میکند. درود و رحمت خدا بر شما ای داملای محترم. خداوند عمر شما را دراز و با برکات گرداند. از شما خواهش دارم همین موضوع ها را برآمد کنید. من یکی از مخلصان دائمی این مسجد هستم. این برادر 3 موضوع را برای ما پیشنهاد کردند که همینها را بسیار خوب میشود برآمد کنید. یکم قربانی حضرت اسماعیل، دوم حضرت ابو حنیفه را ترجمه حالش را و سوم درباره تربیت فرزند. انشاءالله همینها بعد موضوع قیامت خدا خواسته باشد در اراده و در نیت ما هست. البته این عید قربان، نزدیکی های عید قربان که مخصوص همین قربانی حضرت اسماعیل است به شما انشاءالله میرسانم. السلام علیکم داملای شیرین سخن و شیرین بیان. ما یک گروه زنهای کوچه چرمگری پایان نماز تراویح میخواندیم. در این بین سوالهای به میان آمد که با عقل آدمی درست نمی آید. یکم جوگی را نان دادن اوبال بوده است. دوم چیزی که به جوگی صدقه میدهی باید به زمین بگذاری تا که زمین گواه شود. و سوم کتابهای چاپ شده ای که در بازارها میفروشند ما میخوانیم، خواندن آنها نادرست بوده است. کمینه کمترین سوالهای دراز میدادگی شما برای من معلوم است، اما من میخواهم همه زنها بفهمند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند
رد السائل ببذل یسیر. هر وقتهای طلبنده که اگر خانه شما آمد با اندک چیزم که داشته باشید و یک خرسند بگردانید. او رد جمیل، اگر چیزی نداشته باشیم با سخن خوب وی را از خانه بیرون کنید. فإنه یأتیکم من لیس من الانس ولا من الجن ینظر کیف صنیعکم فیما خولکم الله. پیغمبر خدا گفت شاید این که خداوند روز نه از طایفه آدم نه از طایفه جن کسی را خانه شما روان کند برای امتحان که بنده من چگونه جوان مردی داشته باشد. شاید این سائل، این طلبنده آدم نباشد، میگوید پیغمبر. شاید یک فرشته را خداوند در همین صورت تبدیل میدهد و خانه شما روان میکند تا که بنده من چگونه قدرت دارد، چگونه معامله دارد، شما را خدا شاید که این طریق هم بسنجد. از این خاطر گفتن حتی سوره و الضحی را نگاه کنین و اما السائل فلا تنحر. خدا میگوید با جانب طلبنده شما داد و فریاد نزنید، طلبنده را گپ‌های قبیح نگین. شاید وای طلبنده نباشد. خداوند این گونه امتحان‌ها هم بالای ما و شما میکند. شاید که فرشته باشد که ما و شما احتیاج به همون یک کلوله چای و یک سومی ما و شما نباشد، لیکن وقتی ما او را جواب میگوییم، جواب خوب میدهیم و شاید دعا کرد که خدایا در این خاندان برادر فیض و برکات را نازل کند، خانه ما و شما پرفیض و پربرکات شود. این گونه امتحان ها از جانب خدا هست. اینجا وقتی من کم مانده است، اینجا سوال های زیاد است. در دوره های پیغمبر خدا ابو هریره روایت میکند، میگه روز رسول اکرم در حلقه ما نشسته بود و یک حکایه از دوره های بنی اسرائیل کرد که را مسلم هم روایت میکند، بخاری هم روایت میکند. میگوید گفت که در زمانهای بنی اسرائیل خداوند 3 مرد را سنجید. یکی از آنها کسل سفید پوست بود، یعنی ما و شما پیس میگوییم. یکی از آنها میگوید موی سر نداشت، کل بود. و سیومش میگه نابینا بود. این 3 طایفه را میگه خداوند یک سنجش گذرانید. چگونه؟ ملائکه را روان کرد نزد این آدم سفید پوست و گفت ای مرد خدا چی میخواهی؟ چی خواهش داری؟ گفت خواهش من همین است که از این بیماری من تمام یار و رفیقی من از بدن من دور شدن، از بر من دور شدن. میخواهم که یک شفای خداوند بر من نصیب بگرداند. این ملائک میگه دست خودش در همون بدن همون مرد دوان و مثل اوله چکار شد، پوست اوله اشغال کرد بدن او را و بعد گفت از نعمتهای دنیا چی میخواهی؟ گفت میخواهم که یک شتر را صاحب شوم. یک شتر را میگه این فرشته آورد نزد این مرد گذاشت و گفت خدایا در این اشتر برکات نصیب بگردان و رفت. چنان میگه برکاتی شد که دشت ها پر از شتر شد. رفت پیش این آدم بیموی، از اونم سوال کرد. این مرد هم چی گفت؟ گفت میخواهم که دعای کنی که همین موی من مثل موی اول و جوانی هم بگردد. میگه همچنان دستش در بالای سری وای دوان، موی سر مثل اوله شد. گفت از نعمت دنیا چی میخواهی؟ گفت میخواهم که صاحب یک گاو باشم. حالا میگه یک گاو برای او آوردن دادن و دعا کردن خدایا در این گاو مال تو برکت شود. دشت ها پر از گاو مال شد. میگه آمدم پیش آدمی نابینا، گفتم تو چی میخواهی؟ گفت میخواهم که یک بینا و یک روشنی را مشاهده کنم، یک یار رفیق با یک دیده بینا بینم. میگه دست خودش دوان بینا شد و گفت از مال دنیا چی میخواهی؟ گفت برای من یک گوسفند باشد بس است. حضرت میگه دعا کردن، بیشه ها و دشت ها پر از گوسفند شد. از این بین چند سال گذشت. من برای سنجش الهی را بینید آمد. میگه همین فرشته را خداوند روان کرد که رفته اینها را یک از امتحان گذران که اینها چی بودن و چی شدن. وقتی آمد پیش این آدم سفید پوست گفت من مسافر هستم، همون فرشته، من مسافر هستم، احتیاج به یک اشتر دارم تا که به منزلم صحت و سلامت برسم. این مرد گفت ای انسان، گفت من قرضدار هستم، من تو را هیچ چیز از شتر دادن نمیتوانم. گفت این فرشته بر او گفت من تو را میشناسم، تو همون آدم سفید پوست نبودی که خداوند تو را شفا داد؟ آیا تو همون فقیر نبودی که این دشت ها همه از
دعای همون یک فرشته برای تو نصیب شد. نه گفت اینها همچنان نبود. گفت اگر همچنان نباشد و امین سخن تو دروغ باشد، خدایا تو را به حالت اولت مبدل بگرداند. میگه همچنان به حالت به اولش خداوند مبدلش گردانید. آمد نزد همین آدم بیموی و این معامله را با او هم گفت. او کس گفت این گاو و مالی که میبینی اینها، گفت نه، گفت اینا را خدا نه بلکه اینا میراث پدرم بودن. گفت حضرت میگه دعا کردن اگر خدایا گفتن همین گپی تو دروغ باشد، خدای تو را به حالت اولت مبدل بگرداند. خداوند میگه همون اصل پیشینه چگونه که بود به همون حالت مبدلش گردانید. آمد نزد آدم نابینا و گفت ای مرد خدا، گفت من احتیاج به یک گوسفند دارم، چی می شود که همون گوسفند را برای من نصیب بگردانی تا که او را فروخته کنم با پول او به خانه خود برسم. گفت این مالی که در دشت میبینی، گفت اینها، گفت همه داد خدا هستند. اینا را خداوند بر من داد، من هیچ کس نبودم، مرا این خدا داد. یک گوسفند همین دشت در اختیار تو، چند میگیری گرفتن بگیر. این فرشته چی گفتن؟ گفتن من تو را میشناختم، تو یک آدم نابینا بودی، تو یک آدم فقیری بودی، من حاجت به مال تو ندارم مگر اینکه خدایا گفت نعمت همین انسان باز زیادتر بگردان. دعا کرده رفتن. بین این گونه امتحان ها از جانب خدا به ما و شما می شود. ما و شما اونقدر فهم و اونقدر زیرکی نیستیم که اونها را بشناسیم. شاید که یک امتحان خدا باشد. از این خاطر ما و شما هیچ معامله با آدم های طلبنده نکنیم. اونها بیچاره مجبور شدگی هستند. السلام علیکم داملای محترم، من به شما یک سوال دارم. میگویند که اگر فرمه زکسی پوشیدن ممکن است یا نه؟ میگویند اگر پوشی یک طلاق حساب میشوی. ما میخواهیم که با همین سوال ما پاسخ گردانیم. یعنی برادر سوال کردن که امروز پوشاک های زکسی میپوشند خواهرای ما و شما و بر زکس میروند و توی انجام میدهند با همین فرمه ها. آیا همینجا یک طلاق همین نکاح در واقع می شود یا نه؟ گفته سوال داده است. اگر شما یک طلاق گفته باشین، من میگم 3 طلاق می شود. شرمندگی است، باور کنین، عیب است. این لباس ما و شما نیست. اگرچه ما و شما ملال شیم از این سخنها، بیایید خانه پیغمبر خدا را ما برای شما حکایت میکنم. بنی تمیم گفتگی یک قبیله بود. پیش پیغمبر، پیش عایشه آمدن، مادر ما و شما، زن پیغمبر خدا آمدن و حضرت عایشه وقتی که میگه لباس های این بنی تمیم دید که خیلی شفاف بود، خیلی تنوک بود، یعنی بدن نما بود. میگه حالت حضرت خیلی تغییر یافت و گفت این کنتون مؤمنات فلیس هذا بالثياب المؤمنات. ای مادرای عزیز، گفت اگر شما دعوا کنین که ما مسلمان هستیم، ما مؤمن هستیم، این لباسی که شما در بر کردین این نشانه مؤمنی و مسلمانی شما را نشان نمیدهد. این نشانه اون نیست که تو دعوا کنی، دعوای تو دروغ است، تو مسلمان نیستی، تو مؤمن نیستی وقتی این لباس ها را تو در بدن خود میکشی. تازه عروس میگوید یوسف قرضاوی در فقه معاصرش میارد در باب لباس زنها، یک تازه عروس پیش عایشه صدیقه آمدند و میگه در بدن شاید که همین لباس های پرده هایی که امروز خواهرای ما و شما را شرمنده کردند، اینا را از ملک غرب برای ما و شما آوردند که اینها بپوشند، اینا مثل ما پیرو شوند، اینا مثل ما دوزخی شوند. همچنان لباس میگه در برش بود. حضرت عایشه چی گفتند؟ حضرت عایشه گفتند لم تؤمن بصورت نور امرأة تلبس هذا. حضرت عایشه گفتند ای خواهر عزیز، گفتند اگر این لباسی که تو در بر داری، این لباس کسایی میپوشد که به سوره نوری که در قرآن خدا فرستاده است به سوره نور ایمان ندارد. این سوره نور چی میگوید؟ شما الحمدلله امروز قرآن های کریلیکی هم بر آمده است. سوره نور آیت 31 نگاه کنین. خداوند میگوید ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جیوبهن.
ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. صدق الله العظیم. خدا میگوید ای خواهران، ای بندگان، شما وقتی لباس میپوشین لباسی بپوشین که بدنهای شما نتابد. وقتی رویمال در سر می اندازین چنان رویمال اندازین که گردن و گوشهای شما را بپوشاند. تفسیر نصفی نزد من است، حنفی مذهب است. حضرت میگوید در اینجا مطلب خداوند این است که گوش، گردن، دستها، بازوهای زن، همه اینها ستر هست. اینها را خدا گفته ایستاده است که باید که انسان چیکار کند؟ باید اینها را پوشیده بگرداند. اگر ایمانی بر خدا داری، ایمانی به سوره نور داشته باشی، این لباسها را اصلا در بدن نمیکشی. و وای به حال هم برادرایی که همین لباسها را از راههای دور میگیرن میارن و سبب گناه کردن همین مردم مسلمانی کولابی ما و شما میگردن. در گناه کردن چیکار میکنند؟ یاردم میکنند. من اهل النار کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها و این ریحها من مسیرت کذا و کذا. پیغمبر گفت از اهل دوزخ است. گفت که ها زنهایی که کاسیاتون لباس دارن لکن لباسی دارن که عاریاتون بدنشان میتابد، مائلات ممیلات خود کو بدکار هستند، خود کو بی حیا هستند، لکن این کسل بی حیایشان باز در دیگر دخترها و در دیگر فرزندها میچسبد. اینا را نپوشین، اینا را کاری که در خواهر اپاتان اجازت ندین. اگر سخن شما در خانه تاثیر داشته باشد. السلام علیکم داملای شیرین سخن، من سوال و جواب را دوست می‌دارم و با شما اعتقاد دارم. خواهش میکنم به سوال من جواب گردانید. میگویند بچه با دختری بگردد و غیر از خواب کردن با آن عملهای بدی کند، آن را گرفتن خوب نبوده است. میخواستم از زبان شما شنوم. یعنی جوانی که اگر دست درازی میکند به سوی یک زن در حالتی که بین اونها نکاح نیست، اگر چندی که با او همخوابه هم نشده باشد، همان دست درازی تو هم زنا هست. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. پیغمبر میگوید مخیط، اینجا مخیط گفته دروش میگویند، همان دروش، همون سوزنهایی که جوال میدوزند. پیغمبر خدا گفت اگر همون دروش را گرفته و در سر یکی از شما به عدد زنند، این برای شما بهتر است از آنه که شما دستان این مردها در وجود زنهایی که برای شما نکاح ندارند دست درازی میکنید. جوانای عزیز، هیچگاه به این عمل دست نزنید. باور کنین هم در دنیا شرمنده میشوین هم در آخرت شرمنده میشوین. لا غنا مع الزنا، کسی که اگر زنا کرد، این سخن پیغمبر خداست، اصلا بای نمی شود، اصلا دسترخوانش نان نمی بیند و باید گدا شود اگرچه دولت دارم که باشد. وقتی که این قدر دست درازی کرده باشی، این دختر بی آبرو کرده باشی، پس او را گرفتن برای تو افضل تر است از او را که او را ترکش میکنی. با فردا یک کسی دیگر هم که گرفت، باز خبرها می رود که این مثال فلانی، این دختر با فلانی میگشت. السلام علیکم داملای محترم، درود و رحمت خدا بر شما باد. من از 35 کیلومتر راه دور به این مسجد شما می آیم و شما را بسیار دوست می دارم. یک سوال دارم. میگویند که کور دشمن خداست و کر دوست خداست. آیا اینها را خدا خودش کور و کر نکرده است؟ البته در مقال ما و شما هست که کور دشمن خداست و کر دوست خداست، لیکن این را ما و شما میتونیم از سوره انفال، خدا میگه استعیذ بالله ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدرستی این که بدترین شما، بدترین جنبنده در روی زمین کیست؟ کوران و کران و گنگان هستند. کورها، گنگها، کران، اینها دشمن خدا هستند. حتی در سوره دیگر چی میگه؟ در سوره اعراف آیت 179 میگوید اولئک کالانعام
بل هم اضلوا اولئک هم الغافلون. این کورها، این گنگها، این کران از حیوان هم دیده پستر هستند. اینا طایفه غافل ها هستند. لکن مقصد از این کور و کر و گنگی که در بین ما و شما زندگی میکنن اینها نیستند. کوران کسانی هستند که حقیقت را میبینند و پیرو نمیشوند. گنگها کسانی هستند که حقیقت را میدانند و نمیگویند. کران کسانی هستند که موعظه برای آنها شنیدن خیلی مشکل است. گپ حق را شنیدن نمیخواهند. اینا کران هستند. هر کسی که اگر یک عمل ناسواب میبیند، چگونه پیغمبر گفتند اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الایمان. کدام شما اگر یک کار نامشروع را میبینید، یک کار ناسواب را میبینید، در خاندانتان مثال میبینید یک کارهای حرام در بالای دسترخوانها چیزای حرام که میبینید، با دستهاتون تغییر بدین. این زمان شما بینا هستید. شما این زمان کور نیستید. وقتی شما چیزی حرام میبینید، کار حرام میبینید، لکن چشم میپشین میگین ای خیر، خودش جوابش میگوید، این حالت در شما کوران هستید. یا اینکه شنیدن امر معروف و نهی منکر برای بعضی از برادرها اگر دل خراش باشند، اونا کران هستند. و اگر بعض انسانهایی که حقیقت نمیگویند، اونها گنگها هستند. اینا را خدا چی گفت؟ اولئک کالانعام، اینها حیوان هستند. بل هم اضلوا، حیوان هم خوبتر است. گفت خدا از حیوان هم دیده پستر هستند. اینا کرها و گنگها و کوران. مطلب از این است، نه این کورهای مادرزاد و نه این که به سبب بیماری ما و شما کر میشیم، گنگ میشیم و دیگر کسلات مبتلا میشیم. اینا در نزد خدا هیچ دشمنی هم ندارند. اینا برعکس در نزد خدا اگر عابد باشند، عبادت کننده باشند، ثوابهای جزیل صاحب میگردند. السلام علیکم داملا که فخر ما هستی. درباره آدمهایی که دلازار هستند سخنهای سخت و درشت میگویند. بسیارتر سخن گویید. آیا اسلام چی میگوید؟ اسلام ما و شما، پیغمبر خدا حدیث هایی که ترمذی روایت کردند که از نام ابو هریره هست، میگوید اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلوقا و خیارکم خیارکم لنسائهم. مکمل ترین شما از روی ایمان کیست؟ همان کسی که فعل خوب دارد، گفتار خوب دارد، رفتار خوب دارد. اینا گفتن پیغمبر خدا بهترین شما در بین شما به حساب می رود. نه آدمی که زبان درشت دارد، نه آدمی که دلازار است. در دیگر حدیث که راوی اینم ابو هریره است، پیغمبر خدا میگوید ان المؤمن لا يدرك بحسن خلق درجه الصائم القائم. کسی که اگر فعل خوب دارد، گفتار خوب دارد، در نزد خداوند هر روز نویسانده می شود. اجر کی را، ثواب کی را؟ کسی که روز روزدار است و شب تا به روز نماز میخواند. کسی که روز روزدار و شب تا به روز نماز میخواند، چند قدر ثواب او نائل میگردد. انا همون مقدار ثواب خداوند در نامه اعمال آن انسانی که فعل خوب دارد، گفتار خوب دارد، خداوند کتابت میکند. هر کس که دلی بنده ناشاد کند، شاعر میگوید هر کس که دلی بنده ناشاد کند، جبر و ستم و جفا و بیداد کند. اگر آدمی که دل یک برادر ناشاد میکند، جبر میکند، جفا میکند، اینا را شاعر مکافات چی گفتند؟ در حالت مرگ و وقتی جان کندنی خود، با درد و عذاب داد و فریاد کند. کسی که حالت مرگ می آید بالاش، حالت درد بالاش می آید، این روزهایی که برای آزار مردم جدا کرده بود، این ساعت و این روزها را در نزد خدا جواب می گوید، داد می گوید، فریاد می زند.
درد او باز چند میشد؟ دو چند و سه چند باز زیادتر میگردد. کسی که در دنیا اگر یعنی همین فعل دلازاری را داشته باشد، سعدی هم میگوید دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. دل گذرگاه جلیل اکبر است، کعبه بنیاد خلیل آذر است. اون کعبه را حضرت ابراهیم تیار کردن، لیکن دل گذرگاه جلیل اکبر است. این دل جای نشستگاه خدای ما و شماست. دل انسان ها را باید ما و شما به دست بگیریم، کاری کنیم تا حد امکان. باید که بسیاری دشنامه ها و دیگر قباحت ما و شما تحمل کنیم، در حال غضبناک نشیم، در حال جواب او را نگردانیم. زیرا پیغمبر خدا گفتند بدترین شما کسی هست که تیز غضبناک می شود و دیر غضبش می رود. این بدترین شما هستید. السلام علیکم حاجی داملا. تمامی خانواده هایمان شما را دوست می دارند و کسیته های شما را هر جمعه گوش می کنند و انتظاری می کشند. من یک سوال دارم. عائله من نمازخوان است و در بازار سوداگر است و خود نیز در اداره دولتی کار می کنم و یک خواهرم نیز کارگر است. داملا اسلام برای کار کردن زن چی می فرماید؟ خواهش می کنم. یعنی اسلام مقابل نیست که خواهر و زنهای ما و شما کار نکنند، بلکه اولا چیزی که من برای شما خبر میدهم، خواهر ما و شما نفقه او در گردن پدر و مادر است، در گردن پدر است تا وقتی که به شوهر میبراید، و زنهای ما و شما را نفقهش در گردن ما و شماست تا وقتی که اگر طلاق میخورن تا حتی در عیده هم باشن اگر نفقهشان در گردن ما و شماست. از این خاطر اگر احتیاج به سوی مثال کار کردن نداشته باشند حاجت نیست. اگر دست رسا باشد، شرایطا باشد، میلش با که ندارد. لیکن اگر یعنی علاج نباشد، مثل که امروز بیمارخانه ها احتیاج به سوی زنها دارد که ما و شما زنها را میبریم، نمیابیم یک مثال زنی را که همون زن ما و شما را طبابت کند. دل ما و شما به سوی مردها دور می رود. اگر باشد هم زنهایی که مثال مسلمانی که نمازخوان و خدا ترسی که اگر باز در همین بیمارخانه ها کار کنن، این البته ضروری است. اون زن از خانه نشستن در همون بیمارخانه کار کردنش ضرور است. لیکن اسلام ما و شما طلب میکند که همان زنهایی که به سوی بازار می روند یا به سوی کار می روند سطر اسلامی را باید که رعایت کنند. باید در کوچه با گپ‌های با مردهای بیگانه و نظر کردن به سوی مردهای بیگانه ده اسلام اونها را منع میکند. اگر این شرطها را زنها به جا بیارند، هر آینه برای اونها چی در بازار نشستن چی در کارخانه کار کردن این باکی ندارد، با شرطی که همون زنها خالی از همین گپ‌های با نامحرم‌ها و بی سطر و دیگر حالت‌ها قطعی اگر از خانه بیرون نشود. یک حدیث من نویساندم، میخواهم امین به سمع شما برسانم. پیغمبر خدا گفتند ایاک بالخلوة بالنساء والذی نفسی بیدی ما خلا رجل بامرأة الا ودخل الشیطان بینهما ولأن یضحم الرجل خنزیرا متلطفا بطین او حماءة خیر له. پیغمبر گفتند از خلوت با زن بپرهیزید. یعنی اگر زن بیگانه باشد شما از خلوت کردن او یعنی با او یک جا نشستن پرهیز کنید. قسم به آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، مرد با هیچ زن خلوت نکند که سیوم آنها شیطان می شود. وقتی که مرد با یک زن بیگانه نشست، چی در خانه چی در کارخانه در کجای نباشد، حتمی شیطان سیوم نفر اونها می شود، اونها را وسواس می کند. اینا از تجربه حیاتان خودتان یک تفکر کنید. برای مرد همنشین و نزدیک شدن با خوگ آغشته با خاک ولای بهتر است از اینکه همنشین با یک زن بیگانه میکنه. پیغمبر گفتند با یک خوگی که آغشته لای است و آغشته خاک است با او همنشین شدن بهتر از اونی که با یک زن بیگانه شما می نشینید.
زیرا که عاقبت زن با زن بیگانه نشستن این چه است؟ این زنا هست. این بار با او مثال با صحبت‌های شیرین صحبت میکنین، عاقبت با یکدیگر دستی به دست سلام میکنین، عاقبت با یکدیگر یک موعد اعلان میکنین که فلان جا در ما و تو ملاقات میکنیم، عاقبت چی میشود؟ کارش به زنا انجام مییابد. السلام علیکم. داملای شیرین سخن، از شما خواهش دارم به سوال من جواب گردانید. من هر روز جمعه روزه میگیرم، روزه من در نزد خدا قبول است یا نه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یصومن احدکم یوم الجمعه الا یوما قبله او بعده. پیغمبر خدا میگوید شما هیچگاه خاصه روز جمعه را روزه نگیرید. اگر روزگیر هستین یک روز پیش یا یک روز بعد چه هم در نماز با هر طرف نگاه میکنن، این چی میشود؟ آیا نمازشان ثواب دارد یا نه؟ در مسئله نماز ما که چند بیگاه شد بین قوم خود صحبت ها داریم، مسئله های نماز دائم بیان میکنیم. در نماز وقتی شما بی پروا باشین، به نماز وقتی اهمیت ندهین، یعنی وقتی نماز خواندن سجدگاه را نگاه نکنین، بلکه به هر طرف شما توجه کنین و خاطر شما پریشان باشد، این صورت در نماز شما هیچ ثواب باقی نمیماند، هیچ ثواب. زیرا یگانه عبادتی هست که گناههای شما را خداوند به سبب این نماز مغفرت میکند. یگانه عبادتی هست که شما با این نماز با خدای خود پیوست میشین و راست میگویید. حاتم اصم خدا رحمت کند در کتاب میگوید که وقتی که در بالای جای نماز می ایستاد، از او پرسان میکردند چگونه نماز ادا کردی؟ میگفت وقتی من بالای جای نماز می ایستم فکر میکنم که خانه کعبه در پیش من ایستادگی است. وقتی که من در عبادت می ایستم همچنان تصور میکنم که در پس پشت من عزرائیل ایستادگی است. این زمان یا زمان دیگر جان من را قبض میکند. وقتی من بالای جای نماز می ایستم فکر میکنم که بالای پول صراط ایستادگی هستم. این حاتم اصم میگفتند. یا امام بخاری از ما و شما در ترجمه حالش چی میگوید؟ میگوید وقتی نماز میخواند، در یک حکایش میارد که وقتی نماز بود کرد، حضرت میگوید بدن خود چه خبر گرفت، گفت بدن من بسیار سوخته کرد. وقتی نگاه میکند 17 زنبور 17 نیش زده است. 17 نیش در بدن حضرت امام بخاری زدگی بود. بعد نماز وقتی نگاه میکند میگوید که شاید زنبور باشد. در حالت نماز یعنی حتی درکدار نمیشده. امام غزالی خدا رحمت کند میگوید این المصلین کثیر و الخاشعین قلیل. نمازخوان بسیار است، الحمدلله. ببین همه نمازخوان است، لیکن کسی که از تحت تل نماز میخواند میگوید کم است. آدمایی که با خشوع نماز میخوانند اینها کم است میگوید امام غزالی. والحاج کثیر والبار قلیل. حضرت باز چی گفتن؟ گفتن حاجی هم خیلی زیاد است، لیکن حج کی قبول شده است و حج های کی ها قبول میشن اینها خیلی کم هستند. و طیر کثیر والعندلیب قلیل. حضرت باز چی گفتن؟ گفتن که پرنده در دنیا خیلی زیاد است، لیکن بلبل کم است. والعالم کثیر والعامل قلیل. عالم هم خیلی زیاد است، لیکن عالم عمل کننده کم است. امروز الحمدلله در بین ما و شما عالما زیاد است، لیکن خدا داناست عمل اونها را که تا چه اندازه اونها عمل میکنند. باز بسیار فتنه ها و بسیار نافهمی هم از طرف عالم ها رخ میدهد. حتی رسول اکرم میگوید شما بر دین اسلام گریه نکنید وقتی که اگر پیشوای شما کسی باشد که عمل کننده در اسلام باشد، لیکن بر دین خودتان گریه کنید وقتی که اگر پیشوای شما یگان آدم جاگل و تنپرست و نفس پرست باشد. برای همین خیلی از شما خواهش میکنم که در مسئله نماز
با احتیاط باشین، نمازها را خوب انجام دهید. حتی صوفی علیار حضرت چنان غضبناک شدن، گفتن دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چنین بندگی چی خط و چی خبر. جسم تو بالای جای نماز لکن دل تو و فکر تو در دیگر جا، این چی گونه عبادت است میگن. دست در صبح زبان در یاد، دل در انجام دنیوی فریاد. در دست و تسبیح داری الحمدلله میگوی، لکن دل تو این قبول نمیکنن دیگر. دل تو خاطرش فکرش در دیگر جاست. ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. حضرت میگوید بیرون شما را تماشا کنن، یک عجیب یک منظره خوبه در بیرون شما دیده می شود، لکن باطن شما همه مکر و حیله و فریب است. در آخر گفتن این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. مردن بهتر از این گونه عبادتی که اون آلوده فکر خیال باشد، آلوده ثواب نباشد. از این گفتن مردن بهتر. السلام علیکم داملای محترم. ما یک گروه قوم مسجد از قفای ملای خود نماز میخوانیم، لکن داملای ما نماز شام را میخواند و سله‌اش را مانده از مسجد برآمده میرود. این کار قریب هر بیگاه تکرار میشود. ما با او گفتیم که این کار را نکن، میگوید که میگیم که ترک فرض است، لیکن به ما اهمیت نمیدهد و معاونش را میگوید که نماز را خوانید. التماس داملای محترم، آیا ملای ما گناهگار میشود؟ با آیت قرآن گویید. اگر دیده و دانسته نماز جماعت ترک کند، البته به البته گناهگار بشود. چی ملا امام باشد، چی آدم عادی باشد، اگر در نزد او مسجد باشد و بازم این صدای حی علی الصلاة حی علی الفلاح با اون محله بیرسیدگی باشد، یعنی در همون محله مسجد باشد و بازم این که به مسجد نهایت، البته گناهگار در نزد خدا. پیغمبر خدا حدیث های بی نهایت بشماری است. حتی میگوید ثلاثه لعنهم الله. ببین این خیلی یک وعید سخت پیغمبر خداست. سه طایفه را گفته است پیغمبر خدا که در لعنت خدا گرفتار هستند. لعنت خدا را معناش این است که از رحمت خدا شما دور هستید. کی است این طایفه ها؟ من اما قوم وهم له کارهون. یکم همان ملایی که مردم نمیخواهد ملاگی او را و وای بزوری ملا شده است. بزوری همون منبر از خود کرده است، چی به ضرب پول باشد، چی به ضرب آدمایی که مثال در دیگر اداره ها دارد، چی مثال پشت و قناتی به قوت دارد، همون محراب از خود کرده است. لیکن مردم را دوست نمی‌دارد. به سبب چی دوست نمی‌دارد مردم؟ به سبب آنه که این ملا ارزنده محراب نیست، این علم ندارد، این تقوا ندارد، این خدا ترسی ندارد. از این خاطر مردم وای بد میبینند. پیغمبر خدا گفتن لعنت خدا بر این امام باد. دوم و امرأة باتت و زوجها علیها ساخط. دوم زنی که شوهر از وی ناراضی است، زنی که با همراهی شوهر یکدیگر قطع قهری هستند. اینا را پیغمبر خدا گفت لعنت خدا بر همین زنی که با همراهی شوهر خود ناساز هستند، یعنی گفتاری خوب ندارند، با یکدیگر ملال هستند، قهری هستند. خداوند این زن چیکار میکند؟ در غضب خودش گرفتار میکند. ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. پیغمبر خدا گفتند کدام زنی که میخواهد به حساب و به حسد اگر وارد جنت شود، شوهرش در دنیا راضی بگرداند. شوهر اگر از او راضی شد، شوهر در حق او دعای خیر کرد و البته وارد جنت میگردد. و سیمش کی است؟ رجل سمع حی علی الصلاة حی علی الفلاح ثم لا یجیب. پیغمبر خدا گفت سیمش نفری که در همون محله شون یا ملایی که در همون محله ملا امام است لیکن در نماز جماعت اشتراک نمی کند، حی علی الصلاة حی علی الفلاح را میشنود، بازم این قبول نمی کند و در لعنت خدا گرفتار است.
حضرت ابو هریره میگوید که لئن تملأ اذن ابن آدم رصاصا مزاد، اگر در گوش فرزند آدم سرب آب کرده بریزند خیر له من ان یسمع النداء ثم لم یجیب، این برای او بهتر است از اونه که در محله مسجد هست در نماز جماعت اشتراک نمیکنه. اینا خیلی یک وعیدهای سختی است از جانب پیغمبر ما و شما در حق کسانی که نماز جماعت ترک میکنن. امروزا اکثر جوانها نمازهای جماعت ترک میکنن. در بسیاری از مسجدها شاید سببش همان پیشواشون باشد که در مسجدها، در بعضی از مسجدها جوانها کم دیده می شوند. حالا که خدا را شکر اون قدرت و توانایی و سلامتی که در جوانهاست در پیرانسالها نیست. برای همین البته از همه شما خواهش دارم که در نمازهای با جماعت اشتراک کنین، انشاءالله ثواب خیلی زیاد میگیرین. اگر شما دیده و دانسته نماز جماعت ترک کنین در نزد خدا مسئول هستین، گناهگار میشوین. حتی خدا رحمت کند همین صاحب مسلک میگوید به خصوص آن گزیده دو صحرا خاتم انبیا حبیب خدا، وقتی آخر که ماند از پا باز گوش او را رسید بانگ نماز، گفت بر مرتضی مرا بردار جانب مسجد جماعت آ. از حیات آخر پیغمبر حکایت میکنه، زمانی که پایه های حضرت دیگر کار نمیکرد. حضرت علی در خدمت پیغمبر خدا بودند، گفت بر مرتضی مرا بردار جانب مسجد جماعت آ. مصطفی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. پشت پای رسول معبودی از ضعیفی به عرض می سودی، با چنین مهنت و مشقت و درد به جماعت ادای طاعت کرد. بین حضرت در حالتی که زمان یا یک حالت پس از دنیا می گذاشتند، ابوبکر صدیق پیش گذاشتند، حضرت پیش در آمدن نماز خواندند و پیغمبر خدا از پس ابوبکر اقتدا کردند، لیکن نماز جماعت اشتراک کردند. امروز مردم ما و شما چنان گفتی مولوی بندگان نفس را صد حیف نام بندگی، بندگان نفس را صد حیف نام بندگی، بنده صادق همان که رو به مولا میکنه. بی خبرها در فریب عشرت امروزن، با خبرها روز و شب انجام فردا میکنه. امروز بندگان نفس ما و شما شدیم. اگر در کدام معرکه‌ای که فوق‌العاده به گوش ما رسید که در فلان جا معرکه است، چی بامداد باشد چی پیشین باشد، حتمی در مسجدش نماز جماعت میخونیم، خاطر همون معرکه همون آدم. لکن از اون معرکه‌ای که در جنت خدا برای تو آماده کرده است، از اون معرکه تو چی هستی؟ بی خبر هستی. با یک شوربای پخته است ناپخته این مرد چند کیلومتر طی کردی آمدی، و لیکن برای اون طعام‌های بهترین جنت هیچ اهمیت هم ندادی. السلام علیکم دامنای شیرین سخن. میخواهم به سوالهای من روشنی اندازید. اگر شخصی که در زمستان احتلام شود، سحر خیزد که آب گرم نیست، اگر آب گرم کند وقتی نماز میگذرد، این شخص تیمم کند ممکن است؟ تیمم یعنی خلیفه طهارت است نزد عاجز آمدن از آب. یعنی اگر شما آب نیافتین میتونین که تیمم کنین. خب اول مرضین، یا اینکه اگر بیمار باشین که آب خنک در بدن شما زلال میرساند، این زمان هم شما میتونین اگر آب گرم نباشد تیمم کنین. او بردین یا آب خنک است. از جهت خنکی هم فقه حنفی میگوید که اگر آب خنک باشد و وقتی نماز رفته ایستاده است، اگر تو از پی آبازی شوی و وقتی نماز میگذرد، این حالت شما میتونین که تیمم کنین و نماز ادا کنین. باز برای وسیع‌تر همین موضوع برای کسی لازم است آمده گپ میزنی، انشاءالله باز برای تو معنی داد میکنی. یعنی الحالش همین قدر شما بفهمین که یعنی آب خنک اگر در وجود شما زلال نرساند، این صورت تیمم برای شما جایز نمی شود.
لیکن اگر آب خنک بر وجود شما ضرر میرساند، این صورت آب گرم کرده استفاده کنیم. لیکن گرم کردن در شرایط نباشد، این حالت شما میتونید که تیمم کنید. شخص جنوب با یک تیمم هم غسل و هم طهارت کنه، درست است. البته آدمی که همون جنابت در مبتلا شده است، همون تیممی که میکند همون کفایت کننده است، هم برای جنابتش و هم برای طهارتش. یعنی با یک تیمم تو البته از جنابت هم پاک میشی، باز صاحب طهارت هم میشوی. لیکن نماز که خواندی الکی تو قدرتی بر آب داری، این صورت آب گرم میکنی و آبازی میکنی، باز با نماز دیگر تیار میشوی. شخص در نماز 4 رکعته لایق شد که قعده آخر بود، امام سلام داد و آن شخص نماز را دوام داد. با جماعت داخل شده است یا نه؟ البته داخل شده است. کسی که در کدام رکعت نماز اگر می آید امام در می یابد، اون البته از نماز جماعت حساب می خورد. حتی شما از امان خانه قدم میزنین به سوی مسجد، آمدین که نماز جماعت دایراب هم که نکنین، شما ثواب نماز جماعت گرفتین. حتی که پیغمبر خدا میگوید که نگاه میکنین که وقت کم است، شما در راه ندوین، حتی برای نماز جماعت ندوین، بلکه آهسته آهسته قدم زنان به مسجد بیاین. اگر چی بود کردن میلش خود تنها میخوانی، تو در حکم جماعت هستی، تو ثواب جماعت میگیری. السلام علیکم داملای عزیز، التماس درباره عاقبت و آخرت شخص حرف زنید که دیده و دانسته مال شخص دیگر را بسم الله گفته از آن خود میکند. چند سال باز مال خودم را از دست همین گونه مسلمان ها گرفته نمیتوانم. با احترام یکی از اخلاصمندانتان. این الرجالا یتخوزون یتصرفون فی مال الله بغیر حق فلهم النار یوم القیامت. بخاری. امام بخاری در حدیث های خود بیان میکند که کدام مردی که مال یک برادرش تصرف میکند بغیر حق میگیرد، یقینا انتظار باشد که آتش دوزخ منتظر وی است. تو ای صوفی، گفته حضرت مولوی، تو ای صوفی که در بر میکنی دلق کن اول احتیاط از پاکی حلق. اگر حلق کسی آلوده باشد، کجا در معرفت پالوده باشد. وقتی که اگر شما حرام خور باشین، اگر ما و شما مال یک برادر را بغیر حق تصرف کرده باشیم، این مال برای ما و شما حرام است. وقتی اون مال حرام تا وقت در دست ما و شماست، یا تا وقتی که حقی را ما ادا نمیکنیم، عبادت‌های ما و شما در نزد خداوند ناقص است. عبادت‌های ما و شما در نزد خدا ثواب ندارد. این نمازی که ما و شما میخوانیم به مقصد چی میخوانیم؟ تا که ما و شما را از همین کردارهای بد باز دارد. وقتی ما نماز میخوانیم و باز همین نماز خواندن که به این کردارها چنگ زدیم، این صورت اون در عبادتهای ما و شما هیچ ثواب باقی نمیماند. السلام علیکم داملای شیرین سخن، من از شما خواهش دارم با همین سوال من جواب دهید. بعضی آدمان میگویند که آدمی بیوه صدقه و معرکه کند قبول نیست. خواهش میکنم با همین سوال من جواب دهید. سوال را دادم، جوابش را منتظرم. یعنی آدمی که بیوه گفتگی، یعنی یک آدمی بی سرپرست، آدمی بیچاره کمبغل، وقتی خیر احسان میکند، در اصل خیر احسان او در نزد خدا ثواب ندارد. اسلام ما و شما به ما و شما بسیار یک کمک های زیاد دادگی هست. حتی خدا در قرآن میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ بنده را تکلیف نمیده مگر قدر قوتش. پیغمبر خدا میگه لا اشتری شیئا لیس عندي ثمنه، هیچ چیز نمیخرم تا وقتی که اگر در کیسه من، در جیب من اگر پول نباشد. امروز ما و شما چنان معرکه های کردیم، با چنان معرکه های کرده ایستاده ایم که هیچگاه ما و شما از قرض خلاص نمی شویم. هیچگاه.
اگر همین عملهای ما و شما باشد، همین اسرافهای ما و شما باشد، من به همه شما پیشکی خبر میدهم که هیچگاه شما بای نمیشوید و هیچگاه پای شما در یگان ماشین سبکرو نمیدراید. یعنی همه وقت شما خار و ذلیل میشین در صورتی که اگر بر اسراف شما راه دید. بین باور کنین یک معرکه های داریم که هیچ اوکی اونا را دیگر من بیان کردن نمیتوانم. آمده همه اینها بعد چی میشود؟ اسلام گناهگار است. امروز فرزندای ما و شما از حساب همین خراجات های بی معنی و از همین خراجات های بی فایده و اسراف ما و شما در بدر شدن. فکر میکنیم همین $1000 و $2000 که از ملک های روسیه میارن همین را به یک آسانی به دست میارن. همون کارگرها را پرسان کنید که در کدام حالات بیچاره روز گذرانیدن، آمدن رسیدن که باز در همینجا خیر خدایی سر می شود. از همان سومی که به زحمت و به مهنت آورده استش باز $100 و $200 باز خیر میکند. این چی معنی دارد آخه؟ اسلام هیچ وقت ما و شما را تکلیف نمیدهد. اگر ما و شما اراده ثواب داشته باشیم، اگر شرایط نداریم، خیر احسان را دست نزنیم. برای ما و شما خیر احسان مرحمت، نماز جمعه، صحبت خوب، چهره خندان، همه این در نزد خدا ثواب دارد. باید همین یک عمر همین مردم ما و شما قرضدار باشد. ما و شما از حساب همین ناداریمان هیچ جا سیاحت برآمده نمیتونیم. تمام استراحت جاها در کیا استراحت میکنند؟ همون کسانی که هیچ نبوی اسلام به مشامشان رسیدگی است. همه راحت اونا از خود کردگی هم. برای ما و شما را چنان پروگرام های جور کردگی هستند که دیگر اسلام میگون که از قرض نمیبراییم. یک مرده 3 بگینه میتیم، 7 بگینه میتیم، 40 میتیم، 20 میتیم، سال میتیم، 1 سال دیگر پنجشنبگی میتیم. در کدام کتاب است این؟ کنی کو در کدام کتاب است؟ کنی همین بین شما اگر داملای باشد خیزت بیاد 100 جان ما هم قبول داریم. همین بارهای وزبین در گردن مردم بار کردیم. از این خاطر کدام انسانی که دست نارسا دارد، از همه شما خواهش میکنم از همسایه نترس، از همسایه شرم نکن، از خدا شرم بکن. قد همون قوتت این است خاص اسلام ما و شما. حتی پیغمبر میگوید ابدا بنفسک فتصدق علی. اول نفس خود تسیر کن، اول خودت از لباس و از خوراک خودت تأمین شو، بعد از آن زن و فرزندها تا تربیه کن، بعد از آن خیش قومیت تا برسان. وقتی که اگر دستی تو از همه اینها که زایتی شد، بعد مرحمت بیرون برا، خواه همسایه میره، خواه کجای دکی خیر احسان میکنی. السلام علیکم داملای عزیز. موی سفیدانی پیشترم میگویند که در شب چهارشنبه باید که بازن خواب خیز نکنی. راست است. باز میگویند که در روی الافزار بازنت علاقه جنسی نکنی، زیرا فرزندی ناصالح میبراید. اکنون فرزندی صالح و ناصالح این به خدای ما و شما وابستگی دارد، به الافزار و به روز چهارشنبه وابستگی ندارد. اینا هیچ دلیل اصل ندارد، هیچ دلیل اصل ندارند که در روز چهارشنبه یا روز دوشنبه مثال بازن خانه‌داری کردن دیگر هست. اینا هیچ معنی ندارند. هر کسی که قدرت دارد، خواه در روز است، خواه در سحر است، خواه در پیشین است، در کدام حالتی که نبیش مالی توست، مرحمت استفاده کردن بگیر. اینا هیچ اصل ندارن. سخنان گفتن، حضرت گفتن، صاحب 4 کتاب گفتن، لیکن به اساس است، اصل ندارد، دلیل ندارد. شاید که همون صاحب 4 کتاب همین را نگفته باشد، شاید همین اسرائیلیت باشد، همین دشمنان اسلام برای مسلمان ها ممکن که داخل کرده باشد، تا که همون روز چهارشنبه شاید که مثال همون مرد اشتهای زیاد داشته باشد. اسلام منش کرده است، گفته است دیگر همین نعمت بعد محروم می شود.
السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یک شخصی نزدیک دارم که او زنش را طلاق کرده است و با ما همدیگر مصلحت کرده تا طلاق مرا هیچ کس نفهمد. گفته با همدیگر زندگی دارند و بعد از طلاق از آنها پسر بچه به دنیا آمد. از شما خواهش میکنم که به این سوال جواب درست دهید که تا اینکه با واسطه دیگر شخص من جواب این سوال را به اون انسان برسانم. خاک و پنهان خدا در قرآن میگوید این تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. شما چی پنهان عمل چی عملی را در پنهانی انجام میتین، چی عملی را در آشکارا انجام میتین، از همه این خدای شما با خبر است. پنهانش کرده است. مثال با زن طلاق کرده شده که زندگی میکند، زندگی و البته حلال نیست. اون فرزندی که به دنیا آمده است، او فرزند الکه ولد زنا هست. اون بیچاره الکه یک داغ در وجود او جایگیر شد. این کارها آینده آشکار می شوند و همون فرزند بیچاره که هیچ گناه ندارد زیر ملامت رفیقاش گرفتار می شود. برای همین بهترین صورتش همین است که این پنهان کردن در کار نیست، بلکه در مفتیات رفته عریضه کردن در کار، مراجعت کردن در کار. راهاش باشد مرحمت، راهاش نباشد باز یگان توصیه دیگر همون صاحب فتوا هستن به شما توصیه میکنند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگار عاقبت. علیکم داملای خوب و مهربان. داملای عزیز، از شما و از همه داملاها بخشش میخواهم و سوالی دارم و التماس این را خوانید، زیرا جوابش برای چندین نفر لازم است و مورد بحث قرار دارد. آیا برای داملا داشتن تلفن دستی و ماشین خارجی درست است؟ کدام برادری البته همون تلفن ما را دیده است، همین سوال کرده است که برای داملا تلفن دستی و های ماشین خارجیش که نیست، ماشین خارجی داشتن درست است یا نه؟ پیغمبر خدا میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم. پیغمبر خدا میگوید اگر در شما شرایط نو کردن لباس باشد، لباس هاتون نو کنید. اگر در شما شرایط نو کردن چیزهای سواره باشد، چیزهای سوارتون رنگ و برنگ کنید. این حدیث پیغمبر خداست. از این خاطر معنای او را ندارد که وقتی که آدم ملا شد باید که از تمام این تلفن و ماشین و لباس زیبا محروم باشد. نه، بلکه این خاص برای همه ما و شماست که کدام ما و شما اگر ذره شرایط لباسی نو کردن داریم یا مثال خریدن یگان سواره داشته باشیم، باید که سواره نو هم خریم، لباسی نو هم بپوشیم. اینا یگان جای عیب و جای گناهش نیست. برای همین این عقیده که باید که مثال داملا از اینها محروم باشد، اینا عقیده های غلط هستند. اگر مثال برای داملا که جایز نباشد، برای شما هم جایز نیست. داملا مثال خاصه یگان جنسش از یگان آتش و از یگان مثال بگیم از یگان ماده دیگر نیست، این هم انسان هستند. برای همین آن چیزهایی که در دورهای پیغمبر بودن اونها را در این زمانه ما و شما استفاده کردن ندارد، شرایطش نیست، معنی ندارد. در دورهای پیغمبر خدا میگوید یعنی چنان شخصانی بودن که همین پوستک هایی که ما و شما در زیر پا میپرتویم همین ها لباسشان بود. یعنی کدام شما همون پوشیده میتوانید؟ نمیتوانید. در دورهای حتی پیغمبر خدا اسب داشتن. همون روز بهترین چیزی سواره اسب بود. پیغمبر خدا اسب داشتن، اسب سوار میشیدن. اگر من فکر میکنم که همین ماشین های بهترینی که الحال هست همینا در زمانهای پیغمبر میشد، هر آینه پیغمبر در همینا سوار میشد. این گناهی نیست. پیغمبر خدا وقتی که اگر در یک ماشین بهترین بنشیند، این جای گناهش نیست آخه. یا ما و شما بهترین لباس بپوشیم. فقط بهترین لباس پوشیدن و تلفن داشتن و ماشین داشتن سبب تکبری و مغروری ما و شما نشود. من ماشین دارم، من تلفن دارم گفته و بعد سر بلند کنیم و
دیگر یگان آدم سلام هم ندهیم و پروای هیچ کس نکنیم، اینش در نزد خداوند خوب نیست. بازم اینقدر نعمت‌های داشته باید که باز چی باشیم؟ آدمی عادی باشیم، خاکسار باشیم، با همه معامله خوب داشته باشیم. السلام علیکم. داملای شیرین سخن. در محله ما یک ملا امام بود. او به ما فهمانده بود که نماز را قضا خواندن گناهگار است. البته در مذهب ابو حنیفه خواندن نماز قضا این واجب است. در ما و شما اگر نمازهای قضا باشد، یعنی نمازهای قضا داریم، ما به هیچ ملا کار نداریم. کدام ملا قضا را این کار میکند، فرض را این کار میکند، ما به هیچ کس کاری نداریم. لیکن کدام شما اگر میخواهید که مسئله اصل ابو حنیفه را به شما آگاه کنند، مرحمت به ما مراجعت کنید. زیرا الحمدلله امروز در نزد ما تمام آن فقه حنفی که عبارت سر به سر آیت قرآن و احادیث های پیغمبر است موجود است. میتونید که مثال مراجعت کنید. نماز قضا را اگر شما نخوانید، شما در نزد خدا گناهگار هستید. نمازهای قضا تان بخوانید. عبادت است. عبادت کردن چی جای گناهگاری داره؟ حالا که پیغمبر خدا را جنگ خندق اگر امام الله میدانست، 4 نماز پیغمبر خدا قضا کردن. یکی نماز عصر بود، نماز شام بود، نماز خفتن بود، ویتر بود. لیکن چیکار کردن؟ این حدیث پیغمبر خداست که راویش ابن مسعود است. کان نصف اللیل، ابن مسعود میگوید نیم شب شد. فقام رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر از جای خود خیستند. فبدأ بالظهر فصلاها ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. پیغمبر خدا خیستند و اولا از نماز پیشین سر کردند. نماز پیشین خواندند، نماز عصر خواندند، نماز خفتن شام خفتن خواندند، بعدا نماز ویتر خواندند. اگر لازم کی نمیشد نماز قضا میگفتن خیر تمام خدا بخشیدش. یا در لیلۃ التعریس هم پیغمبر خدا نماز بامداد با همراهی هم سنت و هم فرضش خواندند. برای همین کدام یک شما اگر نمازهای قضا داشته باشین، نمازهای قضا را بخوانید و امید فتوای هیچ کس نشین. السلام علیکم داملای عزیز. سوال: در نمازهای وقتی بعد از سوره فاتحه 2 یا 3 یا از این زیاده سوره بخوانی نماز درست می شود؟ اگر در یک رکعت نماز چنین بخوانی، مثال در رکعت فرض یا سنت نماز بامداد بعد سوره فاتحه سوره کوثر، کافرون، نصر و اخلاص و مانند اینها خوانده شود، درست است؟ گناهگارم دعا کنید. یعنی مقصد این برادر این است که مثال ما و شما الحال نماز جمعه میخوانیم 2 رکعت، بعد سوره فاتحه را خواندن شما میتونین که سوره فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل خواندین، با همین سجده کنین نماز درست میشود. یعنی با یک زمی سوره هم نماز درست میشود. لیکن اگر شما خواهشتون باشد بعد سوره نصر، مثال سوره قریش لإیلاف قریشین میاد، این را ضم کنین. بعدی سوره ماعون میاد ارایت الذی یکذب بالدین، این را ضم کنین. یعنی میتونین در یک رکعت 4-5 سوره را بعد سوره فاتحه بخونین. این با که نداره، زلال نداره. اگر شما به شرطی که تنها گذار باشین و وزنینی به قوم نیاید، زیرا پیغمبر خدا میگه اذا اما احدکم الناس فلیخفف، وقتی که شما ملا شدین، پیشوای مردم شدین، نماز مردم خواندنی که شدین، فلیخفف، نماز سبک بخونید. فإن فیه الصغیر والکبیر والضعیف وذا الحاجه، زیرا اینه که در این جمعیت شما موی سفیداست، گفت پیغمبر، کسلی هاست، آدم های سراستیمه هستند، صاحب حاجت ها هستند، از این خاطر نماز سبک بخونید. یکی تنها گذار باشی، مرحمت کدام چند سوره را که از پس فاتحه میخونی این حقی توست. السلام علیکم داملای شیرین سخن. از شما احترامانه خواهش میکنم که به سوال من جواب درست دهید. اگر نماز پیشین قضا شود بعد از نماز عصر و پیش از نماز شام خواندنش درست است یا نه؟ التماس جواب درست دهید. یعنی بین عصر و شام فقط خواندن تحیه مسجد که اینا در نافله میدرایند، خواندن شکر وضو،
خواندن 2 رکعت برای ارواح‌ها، اینها بین عصر و شام جایز نیست، مکروه هستند. لیکن در شرح الوقایه، شرح مختصر چی میگوید؟ جایز است نماز قضایی را خواندن. نماز قضایی این حکم واجب دارد. برای همین بین عصر و شام شما میتونید که نمازهای قضایی تون بخونید، چی همروزه باشد چی پیشینش باشد، با که ندارد. السلام علیکم. ناملای شیرین سخن، توی کردن ثواب است یا مولود؟ بعضا آدمان میگویند که مولود درست نیست. با سوال من جواب گردانید. معرکه کدامش که خالی از منکرات شرعی باشد همونش درست. مولود نادرست گفتگی آدم البته ناحق است، خودش نادرست است. یا رسول اکرم میگوید حدیث های مبارک در کدام اسلام بهتر است ای پیغمبر خدا؟ کدام اسلام بهترین اسلام است؟ پیغمبر چی گفتند؟ افشاء السلام و اطعام الطعام. سلام آشکارا گفتن، یعنی با صدای بلند السلام علیکم، و دویم طعام دادن. اینها بهترین عملهای اسلام هستند. و در مولود دادن طعام است و از همه رکنهای خیلی مهمی که حتی پیغمبر گفتند 4 چیز جهاد در راه خداست، که دوی این چی است؟ الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. امر معروف و نهی منکر اینها جهاد هستند که در مولود این 2 امر چی می شود؟ اجرا می شود. این چی جای غلطش است؟ این جای غلط نداره. لیکن توی کردن ما و شما اگر خالی از عرق نوشی باشد، خالی از رقص و بازی باشد، انشاءالله اونش هم هیچی زلالی ندارد. لیکن وقتی ما و شما مثال یک توده خواهر و اپا و بیگانه را جمع میکنیم و با اون مردهایی که مست هستند و دستها را تاو میتند، در گردن زنی تو میزند، در گردن خواهری تو میزند، این صورت مردن توار مردک بهتر است. مردن بهتر است. وقتی زنی تو و خواهری تو با یک مردی مست الست رقص میکند و تو چشمهات کشاده و تماشا داری، این مردی نیست، این ایمانداری، این دیوسی است، اینش ناجایز. لیکن اگر با همین یک موسیقی اگر انجام بیابد خالی از حرام کرده های دیگر خدا باشد، با که ندارد مرحمت. السلام علیکم داملای عزیز، من مخلص شما هستم و از شما خواهش دارم به سوال من با پررگی جواب گویید. آیا با خانه حرام قسم خوردن به نکاح یگان ضرر دارد؟ البته. کسی میگوید که خانم حرام که من همین کار نکردم، در اصل کرد است، خانهش حرام میشود. این قسم قد شما هیچ وقت قسم نخورین که اینم یکی از واقع شدن طلاق ها هست. وقتی شما اگر قسم خوردین در حال من به شما یک سوال دارم. من در کتاب وصیت‌نامه پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم خواندم که دوست داشته ترین بنده خدا بنده است که این دعا را میخواند: ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. میخواستم این را پرتر بر من میفهموندید. با احترام یکی از مخلصان اشهدی، شما استاد عزیز. یعنی این دعای هست که معناش چنین است که پروردگارا من بر نفس خودم ظلم کردم و به جز ذات تو دیگر هیچ کس گناه مرا بخشیدن نمیتواند. خدای گناه مرا ببخش. این بهترین دعاست. اگر کدام ما و شما خداوند میگوید من دعا را دوست میدارم، وقتی همین بنده دستش پهن میکند من دوست میدارم که دعای او را قبول بسازم. از این خاطر وقتی ما پهن میکنیم دعا را میگیم پروردگارا ما امروزها هر یک ثانیه و هر یک دقیقه ما با گناه سپری شده ایستاده است. خدایا با صفت ستاری و غفاری خودت
گناههای ما را مغفرت بساز. هم دعای ما و شما را خدا قبول می سازد و هم ما البته بنده دوست داشته ترین به سوی خدا می گردیم. خوش به حال آن کسی که از گناهاش پشیمان می شود و به سوی خدا زاره و تولا می کند، نه مثل بعضی همون کلان سالای ما و شما که 10 ساله و 20 ساله پیش بعد ورق می زنند ای راحت داشتیم ده، ای استراحت داشتیم ده. بعد استراحت چه می فهمی که مثال یا عرق نوشی بود، یا که مثال زیناکاری بود، یا یگان کار دیگر بود. این استراحتش، این راحتش. این معیشت نه، این بلکه معصیت است. برای اینها باید که آب چشم کند در کار، افتخار نه. السلام علیکم داملای عزیز، درود و رحمت بر جان شما. اولا کسیته های مگنیتوفونی رو از کجا دسترس کنیم؟ سراغش کجاست؟ سراغش برادر ما جمشید نزد ما نشستگی هست. یعنی در دست همین که از تمام این کسیته های جمعه ما ثبت می شود. و خداوند در امر و جان این برادر جمشید و برادرمان ایرج، فرزندی سردار بازار کلان، در همین کار بسیار یک سهم کلان گذاشتن. در همین مسجد هم دست یاری دراز کردگن. خدا اولا اینها را هم عمر دراز و تنی صحت دهد. از اینها شما میتونید که این کسیته را دسترس کنید. دویم، ابو جهل آیا ابو لهب است؟ ابو جهل این ابو لهب نیست. ابو جهل هم مثل ابو لهب کسی بود که فقط و فقط در آزار پیغمبری خدا بودند. عبدالرحمن ابن عوف که یکی از صحابه مشهور است میگد من در صف جنگ بودم، در جنگ بدر، و نگاه کردم در پهلوم 2 جوان بود، 2 جوانی بسیار میگد سن و سالشان یک خرد بود و از مردم مدینه بودند و به سوی من مراجعت کردند که ای عبدالرحمن، ای عمک جان، با همین لفظ میگد مراجعت کرد، ای عمک جان آیا ابو جهل را میشناسی؟ عبدالرحمن میگوید که البته من میشناختم ابو جهل کی بود، زیرا ما همراه او در مکه مکرمه یک جا زندگی میکردیم. گفتم بله میشناسم. گفتم برای ما نشان نمیدهی؟ گفتم مطلب شما چیست؟ گفتن ما آگاه شدیم که این ابو جهل پیغمبر خدا را محمد را بسیار آزار میدهد. قسم به آن ذاتی که جان من و جان این برادرم در دست اوست، اگر ما با ابو جهل رو پرو شویم تا زمان از پیش او پس نمیگردیم که یا کشته شود یا کشته میشویم. با این مطلب به این میدان جنگ آمدیم. حضرت عبدالرحمن میگوید من در حیرت ماندم که اینقدر جوانهای خرد و با غیرت با یک ابو لهبی که خیلی جسد کلان داشت و با او هجوم کردن هر کس قدرت و غیرت نداشت، برای خودش بسیار میگه محافظت میکرد در جنگ. نگاه کردم میگد که این 2 جوان میگد وقتی نشان دادم که وای بالای اسب سوار است، انا همون ابو جهل است، میگد نگاه کردم که میدویدن به سوی همون برای ثواب. از جان جوانی خود چکار کردن؟ گذشتن برای خاطر اسلام، برای خاطر همین اسلامی که الحال ما و شما با اندک مال با همون مردم یهود میفروشیمش. همون جوان حکم میگد با همین کاردها در دست میگد با سوی همون ابو جهل میدویدن. دوید میگد یکی از اونها این معاذ ابن عمر ابن الجموح بود. میگد وقتی میگه رو پرو شدم نگاه کردم که رو پرو هجوم کردن با ابو جهل هیچ شرایط نداشت. از این خاطر میگه در پای ابو جهل میگه با همون کارد زدم. برابر زدن میگه که این ابو جهل میگه اون بدبخت میگه از بالای اسب میگه در زمین زد و این داده رو میگه یک مقدار دیگه میگه زخمیش کرد که تا حال نمرده بود، تا حال نمرده بود، لیکن قدرت داشت میگه و بالای همون زمین دور میگشت. و فرزند ابو جهل اکرمه نام داشت، در پهلوی میگه ابو جهل بود. این معاذ ابن عمر میگوید من از او فراموش کردم و این فرزندش میگه کار در برداشت و به دست راستی من زد که دست راستی من تماما از همون موضع اساسیش میگه جدا شد.
همین زمان بود میگد که نگاه کردیم عبدالله ابن مسعود که خیلی غیرت داشت، میگد آمد میگد بالای سر ابو جهل قرار گرفت و ابو جهل میگه به هلاکت رساند. یعنی این ابو جهل این ابو لهب نیست، بلکه این شما یک دشمن سرسختی پیغمبر ما و شما بودند که الحمدلله امروز همش در اما اسفل السافلین در پسترین دوزخ خداوند از روی وعده قرآن عذاب دارند. السلام علیکم بابای حاجی، میبخشید سوالی دارم. من ماشین خریدم، میگویند که پیش از ماشین رو خریدن باید زکاتش رو بدهی. اگر من زکات ماشین رو ندهم چی میشود؟ این ماشین زکات ندارد. مثال کسی که ماشین میخرد معنای او را ندارد که ماشین زکات داشته باشد، بلکه آدمی که با دولت باشد یعنی $800 داشته باشد به حساب حاضره. اگر همین $800 یک سال تغییر نیابد، $800 بماند یا $800 زیاد شود، در گردن این آدم فرض می شود که چکار کند؟ از $800 $16 جدا میکند، در دست یگان آدم مستحق فقیر برده میدهد، این ده ثواب میگیرد. لیکن به خریدن ماشین این چی است؟ در گردن ما و شما زکات واجب نمی شود. سلام بابای حاجی، سوال میگویند که با دختر سر منزل رفتن ممکن نیست. من صاحب 7 دختر می باشم، خداوند به من فرزند بی پسر عطا نمی کند. در این حالت من از دنیا می گذرم. فرزندان من باید بدانند که سر گوری پدرشان در کجا هست. آیا در این حالت دختران من نمی توانند که یکی از آنها سر گوری پدرشان را بینند یا نه؟ یعنی این برادرمان فقط صاحب دختر بوده است و خواهش همین بوده است که دخترهاش بالای منزل پدرشان رفته در حق پدرشان دعا کنند. سر منزل رفتن با حدیث پیغمبر خدا چی برای مرد چی برای زن جایز است، چی برای زن و چی برای مرد جایز است. این حدیث پیغمبر خداست. لیکن فقط با همون لباس هایی که خداوند در قرآن فرمایش داده است برای زنها، انا همون لباس اگر در بدن اونها باشد، یعنی سطر اسلامی داشته باشند، میتونن که رفته سر گوری پدر خدا زیارت کنند. لیکن امروز فکر میکنم حاجت به اینم نیست. اگر همون دختری که در ما و شماست از جانب خانه با قدر همون ذره‌ای که دارد اگر خیر احسان میکند یا قرآن میخواند یا دعا کند در حق پدر ببخشد، انشاءالله خدا قبولش میکند. اینش بهترین صورت است از اونی که مثال بالای قبرستان همون زنها رفته دعا و درود میکنند. اگر چنده که در فتوا رفتن زن با طریق سطر اسلامی جایز است. السلام علیکم داملای شیرین سخن، نمازهای سنت 4 رکعت باشد، همه آنها به سوره می آیند؟ البته همین 4 رکعت نمازهایی که سنت هستند هر 4ش به سوره هست، فقط 4 رکعت فرض 2 تاش به سوره و 2 تاش به سوره است. اگر شما سنت هر 4ش در یکی از این هاست اگر زمی سوره نکنین نماز شما فاسد است، از سر بخونید نماز. نمازهای سنت به سوره نمی شود. السلام علیکم داملای عزیز، آب شهوت چند خیل می شود؟ با کدام آن حرامت می کند و کدام آن به نماز می کند؟ التماس با سوال من خوب جواب دهید. البته آبها منی می شوند، مدی می شوند، مزی می شوند. و برآمدن آب منی که این در حالت مثال شهوت است که وقتی مثال مرد با زن خود خانه‌داری می کند همون آب منی خارج می شود که بعد خارج شدن او غسل واجب می شود. اگر همین آب منی از حساب از یک بلندی میگه به پایان، مثال وقتی آدم می افتد یا اینکه یک باری وزبین در پشت بار کند گاه همین آب منی هم خارج می شود، به سبب این میگوید غسل واجب نمی شود. فقط غسل به برآمدن آب منی در حالت شهوت برآمده باشد این صورت غسل واجب می شود. لیکن مدی و مزیج بسیارتر بعد پیشاب کردن مثال بیرون می شود که اینها چی است؟ اینها شکننده طهارت هستند. اگر در حالت مثال طهارت داشتی و همین مزی و مدی برآمد این صورت هم طهارت را میشکند. و اینها چی هستند؟ همش بی نماز هستند.
همش در بدن شما که اگر افتید بدن شما را به نماز میکنن، باید که شما اونها را شسته تازه کنید. السلام علیکم داملای شیرین سخن. آیا آدم دیوانه را در قیامت پرسش میکنن یا نه؟ نه، پرسش نمیکنن. آدمی که اگر عمرن تماما از مادرزاد تا به آخر حیات دیوانه باشد، اینها را در روز قیامت اینا مکلف نیستند. از این خاطر اینها را در روز قیامت هیچ سوال و جوابی نمیکنن. السلام علیکم داملای عزیز. در مسجدی که نماز جمعه خوانده نمی شود، نماز عید را خواندن ممکن است؟ مسجد ما 5 وقته است و در آنجا نماز عید را میخوانیم. نه، جایز نمی شود. در نماز جمعه فقط نماز عید بخوانید. در نمازهای 5 وقته، نمازهای جمعه و مثال نمازهای عید فقط می شود که به قرار مفتیات اگر شما مثال دستور داشته باشین، اجازت نامه داشته باشین، میتونین که بخونین. این طریق از پیش خود خواندن نمیتونین. السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا، از شما خواهش میکنم که به سوال من جواب دهید. ما هر روز شاهد آن میشویم که در ماشینه های سبکرو کاسته های امر معروف و تلاوت های آیت کلامی ربانی را گوش میکنند و آیا ما اکثریت مردم که از سجده تلاوت بیخبریم؟ مثلا در سوره اقرا جای سجده تلاوت دارد، ما چیکار کنیم؟ از شما حاجی محترم خواهش میکنم که در همین مسئله روشنی اندازید. یعنی سجده تلاوت در اصل مثال مردم ما و شما درک ندارد. در 14 جای قرآن سجده تلاوت است. یعنی وقتی که همین 14 جای قرآن سجده تلاوت دارد، وقتی همین آیات ها تلاوت میشوند، باید که ما چیکار کنیم؟ بعد شنیدن همین آیت سجده تلاوت، یعنی آیت بگیم همون سجده، باید که 2 سجده را انجام دهیم. از این خاطر در ماشین ها وقتی که کاسته ها را که گوش میکنین، مثلا سوره اقرا در آیت سجده است، با شنیدن کاسته سجده واجب نمیشود. فهمیدین؟ بس شنیدن از کاسته اگر آیت سجده خوانده شود، این در واجب نمیشود. فقط در حالتی که از آدمی همین بگیم زنده در پیش شد یا در داخل نماز باشد، آیت سجده را خواند، برای آدم خارجی نماز هم واجب میشود. سوال ها را مختصرا جواب میگیم برای که سوال خیلی زیاد است، چی در خانه و چی در پیش ما. السلام علیکم داملای عزیز. مادر من سینش به 45 رسیده است اما نماز نمیخواند. من مادرم را میگویم که نماز خوان، او میگوید که سوره ها را از یاد کرده نمیتوانم. اگر رفته را در نزد دفتر را در جای نماز ماند و از روی دفتر خواند، نمازش درست است یا نه؟ و اگر صاف نخواند، نماز خوانده خودی من که پسری او هستم در نزد خداوند قبول و در نامه اعمالم نوشته می شود یا نه؟ التماس داملای عزیز جواب درستی دهید. یعنی نماز شخصی که مادرش پدرش نماز نمیخواند، فرزند نمازخوان، نمازش البته در نامه اعمالش ثوابش نویسنده می شود و همچون نمازخوان در پیش خداوند محشر یعنی محشور می گردد. یعنی این نماز خواندن ما و شما به نماز خواندن پدر و مادر هیچ دخالتی ندارد. از این خاطر وقتی که دفتر اگر بگذارد در پیش از بالای اون نماز خوانده بتواند، اینم جایز است. یعنی جایز است که در پیش دفتر مانده و نماز خواند، از او که نماز نمیخواند، این البته ثوابش زیادتر است. السلام علیکم حاجی میرزا. روزی می شود که من از کار دیر می آیم، تا نماز شام نزدیک شد آبی گرم نیست، تا آب گرم میکنم وقتی نماز میگذرد، با آب خنک درست است؟ بعضی روز می شود البته درست است. با آب خنک هم شما طهارت کرده می توانید، لیکن در حالت آب خنک استفادهش درست نمی شود که اگر شما مریض شوید. از حساب آب خنک اگر در وجود شما زلال و نقصان پیدا شود، این صورت آب خنک ترک کنین و تیمم کرده نماز بخوانید. اگر شرایط آب گرم قطعی مثال یگان زلال در وجود شما پیدا نشود، بعد با آب گرم چیکار میکنین؟ طهارت میکنین، نماز خواندن میگیرین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. با همین سوال من جواب گردانید. میگویند که در خانه صورت گرفتن اوبال است، راست است یا دروغ؟ ده ها بار ما تاکید کردیم که صورت گرفتن اگر بی عذر باشد، یعنی نه برای مثال پاسپورت و نه برای شهادتنامه و نه یک مثال قصد سفر و دیگر، اینها حالتهای ضرورت هستند. اگر در این حالتها شما صورت بگیریم با که ندارد، لیکن اینش رفیق ما، اینش مثال
طلبه مای گفته قطعی اینا صورت میگیره، اینش در نزد خداوند شما گناهگار میشید. زیرا که خودش یک اسراف است، هیچ معنی هم نداره. نه در خانه صورت بگیرید، نه در بیرون خانه صورت بگیرید، نه در خانه هاتون صورت ها را کشال کنید. امروز خانه همی کدام مسلمانی که میدروی حاضر البته صورت هست. تمام نمودی صورت چی در حمامای ما و شما و چی در پرهای دیوال ما و شما کشال هستند. امروز ایرا اکتفا نکردند با بعض مثال جوانهایی که الان که صاحب دولت شدند، رفته مثال در شهرهای با از کلاب ما و شما بیرون در قالین ها همون صورت ها را مثال میزنند گرفته میارند. این چی معنی دارد آخه؟ هیچ معنی ندارد. سوال آخران میخونیم، وقت هست. السلام علیکم داملای شیرین سخن، خداوند علم شما را از اینم دیده زیادر گرداند. من یک چند سوال دارم، التماس با پورگی جواب گویید. دیوس چیست و کدام نمود آدم ها را دیوس گفتن ممکن است؟ وقتی که آدم از دنیا میگذرد طبق میگردانند، این کار در اسلام است یا نه؟ زیرا اکثر آدمان مرده را در همین وقت میگویند که پول بیار مادرت پدرت یا برادرت را آبرو کنی. یعنی دیوس ما بر شما خبر دادیم دیوس کی هست؟ کسی که غیرت در خانه خودش ندارد. یعنی وقتی که سخنش در زنش نمیگذرد، در دخترش نمیگذرد، این دیوس میگویند در اسلام. لیکن آدمی که مثال طبق میگردانیم، مثال دوره میکنیم، در اصل مثال اینها نه در آیت نه در احادیث های پیغمبر است که ما و شما دوره میکنیم برای مرده ها. لیکن برای مرده ها فقط در مسئله همین ذکر می شود که هر یک نمازی که از همون انسان در حالتی که یعنی دیگر قدرت خواندنش نداشت از او اگر فوت شده باشد، مقدار 2 کیلو گندم برای هر یک نمازش جدا میکنیم، یک آدم مستحق میتیم، خداوند به سبب همون 2 کیلو گندم دادگی همون نماز از بنده میبخشد. لیکن در حالت اون بنده قضا کرده باشد که دیگر در حالت خودش نیست، یعنی دیگر هوش ندارد، جانش هست لیکن تماما در اختیار خودش نیست، این حالت دا چیکار کرده میتونیم؟ این حالت دا میتونیم که در هر یک نماز، ممکن 5 نماز، ممکن 10 نماز، اگر همون آدم در حالت بیهوشی باشد جمع میکنیم، هر یک نماز شد 2 کیلو گندم در دست یک آدم مستحق میتیم، خلاص. اینه که مثال بخشیدم قبول کردی، بخشیدیم قبول کردی، خیلی میگیم چی معنی نداره. حتی مثال میگیم یک آدمی که در عمرش نماز نخونده است، میگیم بعضی را قضا کرده است و بعضی را ادا کرده است. در اصل ما دروغ گفتیم و ادا نکرده است. اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به گوش این بیچاره رسیده است، به سبب موت از ادای آن عاجز آمده است. از این خاطر اینا از اسلام نیستند. کسی که اگر در حق پدر و مادرش میخواهد که مثال فدیه صوم صلات دهد، این است که اگر هم پدرش در حالتهای بیماریه که در اختیار خودش نبود نماز ترک کرده باشد، انا این حالت ما حساب میکنیم 2 کیلو گندم سر هر یک نمازش میدهیم، انشاءالله خداوند اون نمازها را میبخشد. السلام علیکم داولای محترم، از شما اول بخشش و بعدا پرسش. من 5 سال شد که نشأه میکشم، لیکن 5 وقته نماز را میخوانم، آیا روا هست یا نه؟ با همین را میفهماندیم. البته مثال وقتی که انسانی که نماز میخواند باز نشأه میکشد، نماز میخواند عرق مینوشد، نماز میخواند زنا میکند، این معنای چی را دارد؟ این معنای مسخره کردن با دین خداست، مسخره کردن است. از این خاطر اینها در نزد خدا این نماز و این عبادتش هیچ قدر قیمت ندارد، اینا در نزد خدا قبول هم نمی شود. نماز کسری صدق و صفا نیست اگر در کعبه بگذاری روا نیست. همین نمازی که اگر ای صدق نباشد، نمازی که از پاکیزگی و از تحت دل نباشد، اگر شاعر میگه در کعبه که بخوانش خدا قبولش نمیکنه. از این خاطر کسی که نماز میخواند، کسی که راه اسلام برای خودش اختیار کرده است، با تمام آن چیزی که از این گر تو میخواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن.
اگر میفارد همین عنوان مسلمانی را، چی در دنیا تو را مسلمان میگن چی در آخرت، چیکار کن؟ از همین قانون قرآن بیرون نشو. قرآن نشر هم حرام گفته است، عرق هم حرام گفته است، زنا هم حرام گفته است. از این خاطر وقتی تو در حرام خدا میدروی باز عبادت میکنی، این هیچ معنی ندارد. اینجا دو سوال بسیار بحث طلبند. انشاءالله اینها را در باب تقدیر یک برادر سوال کرده است. اینجا دو کس سوال دادن در باب تقدیر. انشاءالله خیلی بعداً این سوال ها را میخوانیم و باب تقدیر را با شما بحث میکنیم. سوال آخران را میخوانیم. السلام علیکم بابای داملا، سوال: برای چی قرآن ها از یکدیگر از تشدید زیر زبر فرق میکنند؟ من قرآن را میخوانم، در یک تاش من یشاء و در دیگرش من یشاء، من یشاء و من یشاء نوشته است. آیا کدام اینها درستند؟ قرآن ها غلط نیستند، قرآن ها درستند، لیکن فهمیش همین برادر خودش غلط است. همین برادری که مثال میگه در یک تاش من یشاء، در یک دیگرش من یشاء آمده است. در اصل برای قرآن خواندن باید تجوید خواندن در کار. اگر کدام شما تجوید نمیخوانین، یعنی تجوید یگانه کتابی هست که شما را راه درست قرآن نشان میده. همین من یشاء، همین جا همین نون برای چی من یشاء می شود؟ برای 4 حرفی است: یا و میم و نون و واو. بعد نون ساکن اگر همین ها آمدن، هر آینه نون پرتافته می شود و در این حرفات داخل کرده می شود. یعنی من یشاء، درستش من یشاء می شود. اگر تو تجوید می خواندی این سوال البته از ما نمی کردی. برای همین قرآن اینش از اینش فرق دارد. همین سخنها را پرتایم. همین در مردم کلاب ما و شماست که نه این کتاب این خیل میگد، این کتاب این خیل میگد. نه، کتابا همه درست، همه صحیح، مگر مردم خودش غلط هستند، مردم خودش نمیفهمند. بابای حاجی التماس یک جمعه را درباره چگونگی عذاب گور و پول صراط و سوالهای منکر و نکیر نقل میکردید. ممکن تسلای دل من زیادتر و خوبتر میشد. ما در این بابا صحبت داشتیم. میگویند که حضرت امام مسکره جان پسر حضرت علی است. آیا این درست است یا نه؟ برای ما و شما بودن همین حضرت عسکری است، مسکری است، همینا را فهمیدن هیچ حاجت نیست. بچه علی است یا بچه حضرت عثمان است، چی لازم ما و شما ده؟ اگر چند که را مسکری جان نمیگن، عسکری جان میگویند. اینا مرقدشون در اینجا نیست. نه اینش، نه مثال حضرت سلطانش، اینا در جنگ حضرت علی کشته شدگیند. وقتی با معاویه جنگ میکنن، همین حضرت سلطان ویس قرنی در همون جنگ کشته میشد از پشت حضرت علی. اینا مرقداشون نیست، با حدیثای صحیح است. برای همین ایرا عسکری جان میگن که نبیرای حضرت علی هست. لیکن دانستنش با ما و شما هیچ شرطی ندارد. بارانی که روز قیامت میبارد میگویند که مثل نطفه برین است. این نطفه چیست و باران چگونه میریزد؟ ما اینا را صحبت کرده بودیم که این یکی از نشانه های قیامت است که تمام مردم وقتی که از دنیا میگذرند، یعنی دنیا که وقتی تمام میشود، خداوند از آسمان 40 روز آب منی میبارد. همین آب منی نطفه‌ای که از مرد جدا میشود، همین خداوند مثل بارش میریزد که همینها در تمام استخوان و جسدی که در زمین هست تأثیر میکند و از همین نما یافته چکار میکنند؟ میسبزند و نزد خدا حاضر میشوند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب و اجرهای این موعظه را در نامه اعمال این جمعیت ما خدایا کتابت بفرمایی و این برادرهایی که ما را سوال کردند با سبب نگاه کردن به کتابها شد، خدایا همه اینها را عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیب بگردان. سوالها را بر شما میگردانم و جمعه دیگر خدا خواسته باشد در باب حضرت امام ابو حنیفه و پیدایش او و علم او و پیروای او انشاءالله صحبت میکنیم. زیرا چندین سوالها و تکلیفها در باب همین است که داملا در باب ابو حنیفه به ما صحبت کنیم که تا که هم پیشوای خودمانه
همین عالم برجسته را، همین مفسر و محدث ما بشناسیم که کیست، از کجاست. جمعه که سوال جواب داشتیم، در سوالی آمدیم که یک برادر سوال کرده بودند: السلام علیکم ای داملایی که فخر ما هستی، از جواب سوال هایی که پر از آیت و حدیث و شعر عبارت است قناعتمند می شویم. داملا، من در منت یک رفیقم گرفتار شدم که چند وقت پیش به من چند سوم داد. از آزار بسیار آخر سوم یافته او را دادم. آیا حال منت کن چه هست و من چگونه رفتار کردم؟ خداوند در قرآن میگوید، یعنی یک برادر از یک برادر یاردم کرده است، یک رفیقش را، و بعد یاردم کردن باز منت گذاشته است، آزار داده است، یعنی پولی من بود و سومی من بود و من بر تو دادم و دیگر طریقهای منت کردن بالای این برادر روا دیده است و این آخر مجبور شده است که از کسی سوم بیابد آن مقداری که یاردم کرده بود و برده واپس در دست این رفیقش دهد. آیا این چی می شود؟ گفته در باب همین منت خداوند در قرآن میگوید: و من یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون. صدق الله العظیم. کدام از بندگان من اگر دست سخاوت دارند، دست یاری دارند، خوش به حالشان که روز قیامت از عذاب من نجات می‌یابند. کدام شما اگر دست جوانمردی دارین، دست سخیگی دارین، دست برادرتون گیرید، دست همسایتون گیرید، دست خواهر و مادر و پدرتون گیرید، انشاءالله خداوند به شما گفته ایستاده است: فاولئک هم المفلحون. این جماعه جوانمردها و این جماعت سخاوتمندها روز قیامت از عذاب خدا نجات می‌یابند. حضرت مولوی هم میگوید: به یک قول، به یک احسان 700 عوض بخشد خدا از فضل بی حد. یک سومتی خداوند 700 سوم در نامه اعمال تو می نویسش. لکن در قرآن سوره بقره خدا چی میگوید؟ استعیذ بالله: ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. شما ای بندگان من وقتی که خیر میکنید، احسان میکنید، یاردم میکنید، بعد یاردم و بعد خیر و سخاوتتان چیکار کنید؟ منت نکنید و آزار ندهید کسی را. حضرت ابو ذر غفاری چی میگوید؟ میگوید از پیغمبر خدا شنیدم که پیغمبر گفتند: ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامة ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. پیغمبر خدا گفتند 3 طایفه هست که اونها از نظر رحمت خداوند روز قیامت محروم هستند. خداوند این 3 طایفه را عذاب میکند. خداوند به این 3 طایفه در روز قیامت سخن نمیگوید. قال 3 مرات. ابی ذر غفاری میگوید همین پیغمبر 3 بار گشته و برگشته گفتند. حضرت ابی ذر چی گفتند؟ خاب و خسروا. خار شد، ذلیل شد آن کسی که در این 3 طایفه داخل می شود. زیرا پیغمبر گشته و برگشته میگویند که این 3 طایفه در لعنت خدا گرفتار هستند، عذاب خدا در گرفتار هستند. اینا کی هستند؟ یکم المسبل. پیغمبر گفتند کسی که اگر پاچه همین ایزارش، پاچه بروکش از بجلک پاش پایان باشد، اگر همین بجول پای ما و شما نتابد، اینها را پیغمبر خدا گفتند یک طایفش انا همین است. برای چی در بعض نمازها پاچه ها را قطع میکنند؟ مقصد از همین است. لیکن محدثا میگویند که اگر آدم پاچش اگر چی کشال هم که باشد
با همین پاچه کشالش تکبری نداشته باشد، فخر نداشته باشد، باکی ندارد. دویم کی هست؟ والمنان. دویم گروهی که در عذاب خدا گرفتار هستند روز قیامت کسی هست که در صدقات دادگیش منت میکند که من پولی من بود که تو راحت کردی، پولی من نمیشد تو از این بحران نمیبرآمدی، حیف شد که من همون پول بر تو دادم و دیگر منت هایی که میگذارند. سوم شاه حضرت چی گفتند؟ والمنفق سلعته بالحلیف الکاذب. کدام آدمی که سوداگر است برای آنه که مالش سودا شود قسم دروغ میخورد، این هم در همین سه طایفه داخل میشود. دروغ قسم میخورد که همین مال ما بهترین مال است، در اصل بهترین مال نیست. مال من از تمام مال بازار فرق کننده است، قسم میخورد، لکن همچنان نیست. این هم در همین سه طایفه داخل میشود. حضرت جامی هم بسیار یک درباره منت کنا بسیار یک نظم شیرینی دارند. میگوید با دندان رخنه در پولاد کردن. ببین در پولاد دندان آدم نمیگذرد، لیکن همین با دندان در پولاد گرفتن من بر عهده میگیرم. گفتن با دندان رخنه در پولاد کردن، با ناخن راه در خارا بریدن، فرو رفتن به آتشدان نگونسار، با پیلکی دیده آتش پاره چیدن، با فرقی سر نهادن صد شتربار، ز مشرق جانب مغرب دویدن، بس بر جامع آسان تر نماید که باری منتی دونان کشیدن. حضرت گفتن این برای من آسان است، صد شتربار بالای سر میکنم، از مشرق تا به مغرب میدوم، با دندانم در پولاد رخنه میکنم، با ناخونهام را در خارا میبرم، با آتشدان با سر میپرتام، با پیلکی همین چشمم آتش پاره میچینم، لکن بار منت دونان نمیکشم. السلام علیکم بابای حاجی، التماس به ما فهمانده دهید که همه انسان ها به دوزخ برده میشوند یا نه؟ سوره مریم را ما خواندیم ولی آنقدر مضمون آن را نفهمیدیم. رحمت کلام. این برادر سوره مریم را خواندند، آیت 72 است که خداوند در سوره مریم چی میگوید؟ و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیه. خدا در این آیت کریمه وارد شدن دوزخ را نمیگوید. این برادر در اونجا فکر کرده است که تمام مردم وارد دوزخ میشن، بلکه خدا میگوید بر من یک امر حتمی هست که همه شما را از بالای پول صراط میگذرانم. تمام بندگان، خواه صالح و خواه غیر صالح، همه شما از بالای پول صراط میگذرید. پول صراط را پیغمبر خدا صفات کردند، لغزش دارد، میلغزاند، خار دارد، از زیرش ملائکه هایی هست که به سوی شما هرچی حواله میکنند. لیکن در دوام آیت خداوند گفت ثم ننجی الذین اتقوا. لیکن کسانی که در دنیا خدا ترس بودند، کسانی که ایمان اساسی و صدقی داشتند، اینها از پول صراط با آسانی میگذرند. لیکن ظالم ها و بی خداها را به زانو می افتانیم و در دوزخ می پرتاییم. این معنای این آیت معنای این دارد که از بالای پول صراط هر کدام ما و شما گذر میکنیم. خوش به حال همون بنده ای که پول صراط را به آسانی میگذرد. برای پول صراط گذشتن پیغمبر خدا گفتند کسانی هستند که تمام بدنشون روشنی میکند پیش را، کسانی هستند که نیمی بدنشون روشنی میکند پیش پاشون، کسانی هستند که حتی در همین نوک چلکهای پاشون کمی روشنی دارند که اینها خیلی آدم‌های بودند که عملهای کم داشتند. از این خاطر اینهاش گفت از پول صراط میغلطند.
لیکن کسانی که تمام وجودشان نورانی است، اونا کسانی هستند که در همین مسجد ما و شما نشستند. کسانی هستند که محب جمعه هستند، محب 5 وقته هستند، محب خدا و پیغمبر هستند. اینها تمام بدنشان روشنی میکنند مثل همین چراغایی که در اطراف ما و شماست و با آسانی ان شاء الله از خدای خود باوری داریم و امید داریم که ما و شما گذر میکنیم. السلام علیکم ای داملا برادر عزیزم. اگر شما با آن کسی که با شما دشنام نویسانده بود روپرو شوید چی معامله میکنید؟ این سوال دو برادر یکی دادند. عجب رسمی است در این دار غدار. این دار غدار است. این دنیای ما زندگی میکنیم، این دار نامش غدار است، خیانت کننده است، بی وفاست. عجب رسمی است در این دار غدار که صد نااهل با اهلی گرفتار. ندیدم هیچ یک شایسته خوی به دنیا زیسته باشد به عدو به. نه گل به خار می روید در این باغ، ملالی بلبلان از دغدغه زاغ. بکن صبر از جفای منکر دیل، شود شاید مراد از صبر حاصل. حضرت جنونی ما را علیه نصیحت کردند، گفتند که حضرت هر مشقت و هر بلایی که به سر شما می آید و آینده هم آمدنی است، شما صبر کنید. هنوز این کاروان رفتند دو دو، هنوز این کلب ها دارند او او. اینا او او میکنند، اینها میجکند، لیکن ما دل شکسته نمیشویم، روحیه ما نمیشکند. باور کنیم به خدا قسم تا چند ما قوه میگیریم، خرسند میشیم که امروز بدگوها داریم، بدخواها داریم، حسد خرا داریم. شکر، هزارها شکر که ما هم به یک درجه رسیدیم که مردم حسد میبرند. بعض مردم بدخواه بیقرار شده است، خدا را شکر. امام اعظم صوفی کوفی رحمت الله علیه، مفسر محدث، وقتی در یک معرکه یکی از آدمان حسن بصری یک مسئله را بیدار کردن، ابو حنیفه گفتن حسن بصری در همین مسئله خطا کرده است. اون کس به طرف ابو حنیفه چی گفتن؟ گفتن ای حرامی تو میدانی. صاحب کتاب میگوید ابو حنیفه چهرش تغییر نیافتن از گپ حرامی، حتی یگان جواب قبیح هم ندادن، بلکه صبر کردند. پیغمبر خدا بعد نماز عصر بود میگوید، بعد نماز عصر موعظه کرد بین صحابه ها. بین موعظه بود که خبر داد، الحال گفت از دروازه کسی داخل می شود که جنت مشتاق اوست. همه نشسته بودن نگاه کردن، در آمد یک آدمی عادی اعرابی بود، نشست نماز خواند و رفت. فردا پیغمبر خدا باز موعظه کردند، باز گفتند الحال جنت مشتاق شخصی است که از زمین دروازه می درآید. باز همون مرد در آمد. باز سیوم روز همین تکرار شد. یکی از صحابای پیغمبر میگوید من هم مشتاق همون مرد شدم. گفتم این چی خاصیت داشته باشد، چی خصلت داشته باشد که پیغمبر 3 روز پیوسته وی را بشارتی به جنت دادند. از پسش رفتم نزد خانش و گفتم ای دوستی خدا، میخواهم همراه تو شب سپری کنم. مرحمت گفت. شب با او میگد همراه بودم، نماز زیاد نداشت، صدقات زیاد نداشت، مثل من نماز 5 وقته میخوند و میآمد در خانش خواب میکرد. 3 روز همین حضرت را من پاییدم که عملی ای را بفهمم چه عمل باشد، چیزی یافت نکردم. بعداً مجبور شدم که پرسم چه عمل داری؟ گفت من یک عمل دارم. گفت اولا گفت چرا تا از من پرسان میکنی؟ گفت زیرا پیغمبر خدا 3 روز را بشارتی به جنت دادن. گفت من یک عمل دارم که کسی علم دارد، کسی پول دارد، کسی عزت دارد، من حسد نمیخرم.
من حسد نمیخورم که وای علم دارد، وای پول دارد، وای مال دارد، وای ماشین دارد، وای خانه دارد، من پروایی ندارم. شاید همین خصلت من خوب باشد و همین خصلت من و فعل من در خدای من خوش آمده باشد و مرا از اهل بهشت گردانده باشد. البته با بزم این دشنامه ها باز چند حکومت بسیار است. امروزا ما را تا 3 بار حکومت فریاد میکنه و دیگر مذمت ها میکنن. از همه شما خواهش، پدرها و برادرای عزیز، همون کسانی بدگو را وقتی میابین بیاره نزد ما رو پرو کنین. با حرمت قرآن کریم ما از همه تهمت خالی هستیم. والله که ما از همه همین تهمت ها خالی هستیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. از شما یک خواهش دارم که هر جا نکاحی که میکنید یا معرکه هایی که میروید درباره کیبانوگی زنها سخن گویید که امروز کلین داریم، آش را پخته نمیتواند، نان پخته نمیتواند. آیا سبب ویران شدن زندگی نمیشود؟ پیش از جواب این نزدیکی ما 4 روز در دوشنبه بودیم. 4 روز. همین 4 روز در یک روز تا 4 معرکه را ما را می بردن. 4 معرکه. تمام جوانهای دوشنبه، تمام جوانهای دنغره، تمام جوانهای غرم. داملا شما صحبت کنید ما گوش کنید. تمام آنها وقتی یکی به یکی میگه که همین بچه از کلاب است، باور کن من با افتخاری کلابیم بسیار ترچید میکنم. وقتی میگه کلابی است باور کنین من قبط گوش میگیرم که نه به خاطر حاجگی، نه به خاطر همین علم کوچک، بلکه به خاطر کلابیم که از کلاب است. این برادرم خیلی سوالی لازمی دادن و گفتن که درباره همین زنها، کیبانوگی زنها در نکاح و در معرکه ها صحبت کنیم که کلین آوردیم که آش و نان را پخته نمیتواند. در اصل سبب این موجود است، سرچشمش معلوم است. سرچشمه این درد از قرآن و از اسلام دور بودن پدر و مادر و فرزند هاست. امروز پدر و مادر 1 ماه فقط متریال، فقط جیل پوستک به همون عروس میخرد. 1 ماه کامل بود نمیکند. 1 ماه کامل. حاضر باز حساب بگیم ما داده شده است که ماشین های میدانی بلکه همون کانتینر های دراز پر میکنند و به خانه شهر روان میکنند. دختر مجبور میکند برای من یک تلویزور، یک ویدیو دوایکا، خب تمام مثال چیزهای طلایی، کرسلا با تمام قاعده‌اش، همه اینا تامین کن. پدر و مادر مجبور هستند تامین میکنند. لیکن تا امروز نشنیدیم که یگان عروس ما و شما در زیر کش یک قرآن گرفته خانه شوهرش رفته باشد. نشنیدیم، ندیدیم. در یگان قلین تا حال یگان عروس فرمایش یک قرآن نداده است. یک برادر گفت از پشت یک کسیت یک ارتیست نامش گرفت، از پشت یک کسیت گفت زن منو طلاق دادیم. میگوید فلان کسیت را در خانه بیار، بعد تمام آواز میماند، بعد جارو با میگیرد خانه میروید. وقتی من قرآن میگذارم قرآن میکشد. اینا تعلیمی مثال دخترهای ما و شما، اینا تعلیمی بچه های ما و شما. پس از کجا وای کیبانوگی را یاد میگیرد؟ نمیشود که هم پدر و مادر 1 ماهی که بازار به بازار میگردد همان دستی دخترش گیرد نزد دیگ نزد تنور برد نشان دهد. امروز جمعیت پیش رفته است، باز پخت و پز شیرینی ها برآمده است. دخترها باید اینا یاد گیرند.
البته سبب ویرانی زندگی می شود. حضرت فاطمه دختر پیغمبر خدا بودند، دوست داشته ترین دخترشان بودند. وقتی که با حضرت علی پیغمبر خدا وارد تزویج کردند، حضرت علی را تسلیمش کردند، فریاد زدند که ابوبکر نزد من فریاد کنید، عمر، عثمان، حضرت اسامه را گوید پیش من بیاید. وقتی آمدند حضرت گفتند که همین جا یک مقدار مال هست، جهاز حضرت فاطمه است، همین به خانه علی میبریم. گفتند میلش. چی بود؟ طاحونتون، یک آسیابی دستی داشت، جو میده میکرد با دستش. دختر پیغمبر خدا فاطمه زهرا، شفاعت کننده کل زنهای امت، یک آسیابی دستی، جلدن مطبوغن، یک جای نماز، وسادتون حشوها لیف، خدا رحمت چون، یک تکسری پختش از لیف بود، یک دانه تکسری، 40 کرته نه، 40 رویمال نه، 10 تن کرپه و کرپچه نه، بلکه یک تکسری لیفش از خرما بود. قرآن، یک قسم قرآن در زیر کشش، کوزن و قسعتن، یک کوزه طهارت داشتن، یک کاسه خراخری. وقتی میگه حضرت فاطمه را برآوردن که چهرهش تشبهش میگه مثل پیغمبر بود. وقتی از خانه برآوردن عروسه، یک رویمال پشمی میگه در بالای سر حضرت پرتافته بودند. صاحب درة الناصحین میگوید به خدا قسم میگوید در تاریخ خواندم که 12 پارگی داشته، یک رویمالی که بالای فاطمه زهرا پرتافته شد. وای یک کم از بار نبردند، بلکه یک کم از عقل بردند، یک کم از فراست بردند. وای خدا ترسی داشتند. صاحب درة الناصحین میگوید که فاطمه با دستش آسیاب میگردانید، با زبانش قرآن میخواند، با دلش تفسیر میکرد، با پاهاش گاوره میجنبانید. امروز زنهای امت ببینید، زنهای ما و شما را تماشا کنید، کدام این به زبانش قرآن میخواند، کدام این خدمت شوهر کرده میتواند؟ هیچ کدامش. البته سبب ویرانی زندگی تمام فرزندای ما و شما می شود. بخواهیم که فرزندای ما و شما آرام زندگی کنند، دعای خوشتامن و خسر گیرند، دعای شوهر گیرند، باید تعلیم دهید در خانه، باید فراست نشان دهید، باید احترام نشان دهید، تا که شما در نزد همسایه شرمنده نشوید. درود و رحمت بر تو داملای شیرین سخن. اولا از شما بخشش و به این سوال جواب دهید. در ما مسلمانان یک خصلت است که اگر کمی بیماری سخت شود، در دروازه های خود لطه سرخ میبندند که گویا پی میبندند. و میخواهم داملای عزیز به این سوال من جواب پررد دهید. این چه خصلت دارد؟ ما و شما هر روز سوره فاتحه میخوانیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آیت گوش کنین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد. مادام این آیت میخوانید، تو در نزد خدای خودت چی وعده داده ایستاده ای؟ ایاک نعبد، خدایا فقط تو را بندگی میکنم. و ایاک نستعین، خدایا در همه حالت فقط از تو یاردم طلب میکنم. از لطه طلب نمیکنم، از مزار طلب نمیکنم، از موره چشمی طلب نمیکنم، از خار و از نل طلب نمیکنم. ایاک نستعین، فقط از تو مدد طلب میکنم. تو سوره فاتحه میخوانی، پس تو دروغ میگویی. اینا از اسلام ما نیستند، اینا از اسلام ما و شما نیستند.
چی لطب بستن، چی موره چشمی برای خود مرد یا که کودکش میگیرد، چی در مزارها لطب بستن، چی خارها را در نزد دروازه و دکاناتان کشال کردن شرمندگی است. در دکانهای بازار کلان دور میگردید، در بسیاری دکانها نل زدگی و خار زدگی، وای برکت ندارد، وای خار میشد او دکان، خارش که ماندی خار میشه. نل خودش چی قدر داره که بالای دروازش که او قدر میداشت درونی لایه ها استفادهش میکردن. بس است، اینا یک سفسطه هستند، اینا را شما گناهکار میشین. کدامت اگر استفاده کنید، هر مشکلاتی که به شما میاد، چی بیماری است، چی مصیبت است، فقط از خدا طلب کنید. خدایا خودت حل کننده هستی، خودت به داد من میرسی، خودت فریاد رس هستی، بجز تو من از هیچ کس طلب ندارم. چرا حضرت ابراهیم در حالت مشکل ترین از جبرائیل ملائک مقرب حتی مدد طلب نکردند؟ گفتن آن ذاتی که تو را روان کرد وای مرا دیده ایستاده است، وای میبیند ابراهیم در کدام احوال است، من به تو هیچ احتیاجم ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اول سلام رحمت به تو ای مرد خدا و عالم بزرگ. و این سوال من جواب دهید، اگر نماز بریده شود، نماز را از سر میخوانی و اصلاحش را به ما گویی. یعنی هر یک نمازی که اگر در بین شما یک سهو میکنین، غلط میکنین، در دل خودتان ناخوب میآید، گفتی همون عباره مختصر الاستناف افضل، و از سر بخوانید. هر نمازی که در داخل شما مثال سهو میکنین، غلط میکنین، مثال همین گاه در شما رخ بیاد، بهتر و خوبترش همین است که نماز از سر خوانید. اینش بهتر است که همه شک و شبهه از دل شما دور می شود. و در کدام وقت قضایی خوانده می شود؟ میگویند که در مابین عصر و شام خواندن درست نیست. و نمازی که شب نیمی شب میخوانی چی نیت میکنی و این نماز کدام نماز است؟ به ما فهمونید با احترام مخلصی شما. نماز قضایی را شما میتونید بین عصر و شام خوانید. بین عصر و شام فقط خواندن تحیه مسجد، خواندن نمازهای نافله مثل شکر وضو و مثل در حق پدر و مادر و دیگر نمازهایی که هستند، اینها را شما خوانده نمیتونید. نماز قضایی را حکمش واجب است. از این خاطر شما میتونید که بین عصر و شام نماز قضاییتون ادا کنید. درباره نماز شب برادرمان سوال کردند. این نماز تهجد است. خوش به حال همون جوان مرد، خوش به حال همون پیرانسالی که ساعتهای 4 شب میخیزد، طهارت میکند، میآید بالای جای نماز می نشیند، از 2 رکعت تا 12 رکعت نماز تهجد است ادا میکند. و بعد او حدیث های قدسی است که خداوند فریاد میزد از کجاست همین بنده ای که از من حاجت طلب کند تا حاجتی او را برارم. کنی همون خیل بنده. صاحب کتاب میگوید که اگر بنده ها محبتی بر خدا داشته باشند، تمثیل یک مثال میزند که بین همین عاشق و معشوق دایم جای خلوت میکوند. اگر شما مثال با خدای خود عاشق باشین، هر آینه خلوتی شب برای خودتان اختیار کنین. با عاشق خودتان، با خدای خودتان راز بگین، صحبت کنین، پیشنهاد کنین، آن پرابلم و آن مشکلاتی که دارین پیش خدا را پیشنهادش که خدای همین را برآورده کن. کنی بین خدای تو به داد تو نمیرسد. هر چیز، هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، حضرت حافظ میگوید هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و وردی سحری بود. این حضرت حافظه که امروز نامش در دنیا مشهور است، میگه این از نماز شب و از دعای سحری به این مقصد رسید. یا بنی
ایاک و کثرت النوم باللیل فإن کثرت النوم باللیل تدعو الرجل فقیرا یوم القیامة. مادر حضرت سلیمان به سلیمان نصیحت کرده بود است که فرزند من از قسم شب بسیار خواب نکن، زیرا بسیار خواب کردن تو در روز قیامت تو را یکی از کم بغل های مردم در روز قیامت میگرداند. وقتی اگر تو شبها به خواب بگذرانی خوب است، بسیار بهترین است که کدام جوانی نباشد، کدام موی سفید نباشد، از قسم شب از ساعت 3 میخوانی، از 4 میخوانی، خیسته نماز خوان، نماز تهجد بخوان، انشاءالله در نزد خدا اجر خیلی زیادی میگیری. اینجا آیات ها و حدیث هاش هم زیاد است که فکر میکنم کفایت میکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یکی از مخلصان شما هستم و میخواهم با این سوال من جواب دهید. ما دو جوره بودیم، روز بین ما جنجال شد، خیلی وقت گذشت. بعد از جنجال من باز پیش او رفتم و او بر من گفت رو دیگر همراه من گپ نزن، میترسم که من یکی از این دنیا قهری روم، این نمازهای خوانده من چی میشود؟ التماس بابای حاجی و این سوال من جواب دید که عیب از طرف او شده است. من نمازهای 5 وقته را با جماعت میخوانم و در پیش شما آمده امر معروف گوش میکنم. مبادا با این قهری بودنم نمازهای خوانده ام همه باطل شوند. یکی از مخلصان دائمی شما هستم. انشاءالله نمازهای شما باطل نمی شود. وقتی شما از قهری بودن خود اینقدر غمگین باشید، از قهری بودن خودت اینقدر بیقرار باشی، انشاءالله در نزد خدا تا اجر میگیری. لیکن هر وقت همون جورایی که میبینی خواه با واسطه یک رفیقت است، خواه با واسطه خودت هست، سلام از وی کنده نکن. السلام علیکم گفته دستش بگیر، با او سلام کن. اگر صحبت کرد میلش، صحبت نکرد آن چیزی که در دل توست در نزد خداوند خودش معلوم است. پیغمبر گفتن الصلح خیر، همه وقت صلح بهتر است، آشتی بهتر است. کاری کنین راهاش بیابین که با یکدیگر قهری نباشین، با یکدیگر ملال نباشین. اگر کدامت که اگر تکبری میکنین، سرخم نمیکنین، من پیش وی نمیرم که وی گناهگار است، این صورت شما از ثواب آن عبادت هاتون محروم میشین. برای خاطر خدا و پیغمبر خدا بار از پیش وی گذر کن، با او یک سلام کن و با او خبر ده که میلش انسان بی غضب نمی شود، انسان بی جنجال نمی شود. کردیم با گذشته صلوات گفتگی، با یک دیگر باز همون سلام تانک بر دوام نگه بداریم، انشاءالله ثواب میگیریم. لیکن وی اگر نخواست وی گناهگار است، تو گناهگار نیستی. السلام علیکم داملای شیرین سخن، با سوال من جواب گردانید. طبق را لیسیدن آیا ثواب دارد؟ اگر حدیث پیغمبر باشد باز خود می شود. امروز برادرای ما همه حدیث طلب میکنند، همه آیت طلب میکنند. شکر که امروز دلیل میکوبند. دلیل کافتن این نشانه با عقلی و با شعوری شماست که آیا در همین یک کدام مسئله نباشد کنی دلیلش. باور کن شما الحمدلله خیلی پیش رفتین. دیروز من در معرکه این بچه ها نشستیم، یک سخن گفتیم. وقتی من ریشتراشی رفتم دیروز، یک گروه بچه هایی که بگیم سین سال شدن به یک سین سال کلان رسیدن، چنان عقیده ندارن، چنان بی سواد هستن که میگوین که اگر نمی زیر کوی نمکی هست، همین اگر بیره کنی آینه جهانما در زیر نمی است. باور کن آینه جهانماش چی است؟ من گوش دارم، با او توجه هم نکردم چی میگن آینه جهانماش در کجا باشه. اینو عیب هستند، اینو باید دیگر در معنی ما و شما باید یک چگونه که خندیدین این باید خنده‌آور باشه. یا گفتند باز اونا گفتند که همین سنگ حضرت امیر جان شرشر بردن، از همو بالای شرشر پرواز کرد اومد با در همین جاش نشست. باور کنین حیرت دم میمانی که نخو آدم اینقدر بی سواد باشه، اینقدر نافهم باشه.
اینا را باور نکنید. هر روز دوشنبه با یکی میگد، هر روز دوشنبه میگد شب دوشنبه همین حضرت امیرجان میگد همین خوابگاش میآید، وقتی میآید میگد همین تریزای ما درست میلرزد. با خدا قسم همین را دیروز ما شنیدیم از زبان بچهای با عقل که تریزای ما میجنبه وقتی حضرت امیرجان میآید و مثال خوابگاش تا میدراید. بسیار یک بیسوادی است. انا برای اینا دلیل گفتن در کار کنی دلیلت. اینا دروغ هستند، اینا را باور نکنید. اینا یک مسخره کردن نمی اسلام ما و شماست، باور کنید. اینا اینا یهودی‌ها در دین ما و شما می‌درارند، نمی حکایای بی معنی را تا که ما و شما مثال گوش اندازیم. بعضی آدم با شعور و علم دنیایی داشته باشد میگه که همین اسلام همش نمتری دروغ است، اسلام همش حکایه است. اینا را دشمن‌های دین میکنند. طبق را لیسیدن پیغمبر خدا گفتند که حضرت جابر روایت میکند امر باللعق الاصابع والصفحه وقال انکم لا تدرون فی ایها برکه. پیغمبر خدا گفتند شما را امر میکنیم اینکه انگشت هاتون بلیسین و طبق را هم، صفحه گفته طبق میگن، طبق را هم لیسین، زیرا اینکه شما نمیدانید در کدام مکان طبق برکات هست، شما نمیدانید. در دوام حدیث پیغمبر گفته است که ولا یمسح یده بالمندیل حتی یلعق اصابعه فانه لا یدری فی ای طعامه برکه. پیغمبر دستش در همون دستمال نمیشکیده است تا وقتی که اگر دستهاش نمیلیسیده است. از این خاطر لیسیدن طبق، لیسیدن دست شما بسیار برکات دارد، زیرا شما نمیدانید همون برکات طعام در کجای طبق است، در بینش است، در پهلوش است. از این خاطر طعام طبق تازه کنین، انگشت هاتون لیسین، انشاءالله شاید در کدام جایی که وای باشد شما دیراب که کرد. در همین موضوع یک جواب دیگه بر شما میگویم. همه شما آدمای خدا را شکر با عقل هستین، با تمیز هستین، با فراست هستین، لیکن وقتی که در نزد طبق می نشینین هر کدامت پیش از طعام دست هاتون شویید. دست هاتون اگر در همین شرایط ما و شما اگر با صابون شوید با بهترین می شود. شما تصور میکنید همین دستای ما و شما تازه است، وقتی با صابون شوید بعد تماشا کنید که آبی همو چخیل است. در چشم این چرک دست نمیتابد. وقتی با صابون میشوین باور که چقدر چرک از دست شما میریزد که شما همون طعام گرم وقتی که همون دست هاتون با آب خنک میشوین با صابون نمیشوین در همون داخل طعام همون چرک شما میرود، بعد شما مریض میشین، شما بیمار میشین. در طبق ها نظر کنید طبق چگونه است، در دسترخوان نظر کنید در دسترخوان چگونه است. امروز ما و شما معرکه داریم که $300 در یک ارتیس میاریم، لیکن در یک دسترخوان کلان یک دستمال میپرتویم. یک دستمال برای 100 نفر دستش میشکد. نمیشود که هم 20 سامانی در هفته هم یک لطه دراز بخیر برای هر نفر نه، برای 2 نفر اقلا یک لطه جدا کن. او چگونه دست دارد؟ در دست او چی است؟ دیگر نوابسته ما و شما در همون یک لطه هممون دستمال نمیشکیم. این از روی آداب هم نیست، از روی طب هم نیست، از روی اسلام هم نیست. در یک خانه دیگر نشستیم طبق آوردن، طبقای همین شیرازدار، کدام زمانی وای شکستگی به دست که وای شیراز گرفته است، در اطراف همون شیراز باور کنید اگر کمتر یک آدمی با تمیزتر باشد با همین نوک یک چوب اگر تازه کنی خیلی چرک در اطراف همون جمع شده است. برای با یک زن حلال پاکیزه تازه کار در کار که باید تازه کنه، خود هم آهنی که در داخل همون طبق از خودش زلال آور است، کجا با مثال در اطراف او اینقدر چرکی که جمع شده است.
سوال ها هم زیاد است. سلام داملای شیرین سخن، ما یکی از مخلصان شما هستیم. سوال: ترجمه حضرت یاسین و تبارک را با ما فهمونید. این برادر کسی است که یاسین و تبارک شاید نداند. این از چند آیت عبارت است. برای را ترجمه کردن خیلی ممکن که تا آخر عمر فقط ترجمه کنیم. اینقدر دراز آیت است. ترجمه آیت تبارک یاسین این خیلی وقت زیاده میگیرد. اگر برای کسی باشد لازم باشد دعوت کند خانهش، انشاءالله میریم اونجا با فرجتر بعد تحلیلش میکنیم. برای اینجا در وقت کم است. نیت غسل را پیش از آبازی میگویی یا بعد از آبازی؟ نیت غسل اگر چند مجتهدای ما و شما، فقهای ما و شما پیش از غسل گفتند در حالت همون لباس بدر کردن همون نیت غسل میخوانید، لیکن این شرط نیست. دانستن و ندانستن نیت غسل این شرط نیست. اگر ندانی هم در غسل 3 فرض است: دهان شستن، بینی آب گرفتن، تمام بدن ترک کردن. همین 3 فرض به جا بیارین، نیت چه ندانینم باکی ندارد. شما تازه هستین، شما از جنابت خالی میشین. در وقت نیت کردن سنت اقتدا کردن به قرآن حمید و مجید میگویی یا که قبله از جهت کعبه؟ کدامش بهتر است؟ نیت کردن میگذارم نماز سنت الله اکبر بس از کفایت میکنه. برای نماز سنت شرط نیست که شما چی عدد چه برین چی حتی سنت ذکر کنید. نیت کردم نماز میخوانم الله اکبر جایز میشد، حتی عباره مختصرم هست. لیکن اگر دلتون قرار نگرفت قرآن حمید و مجید شرط نیست. همون نیت کردم میگذارم 2 رکعت سنت نماز بامداد، روی آوردم به قبله به جهت کعبه، اقتدا کردم به امام حاضر ساده خالصا لله تعالی الله اکبر. اگر همین نارم نگوی الله اکبرم بگوی نماز تو درست میشه. ما سوداگران نماز پیشین عصر و شام را در بازار میخوانیم. هستن آدمانی که ما رو میگویند که بازار خانه شیطان است، در آنجا نماز خواندن درست نیست. و در آخر از خدای خود خواهانم که علمی شما را زیاد گرداند و دولت زیاده گرداند که ما به نزد شما آمده از خدای خود و رسول خود با خبر میشویم. خدا شما را نگه بدارد. در بازار هستین، در کجای نباشه نماز خوانید. اگر نماز خانه شیطان است، در اصل شیطان های زیاد در بازار هستند و اون شیطان ها هم شیطان ها را با وسواس میکنن، شما را نه. همون شیطان هایی که در درون بازار هستند حق مردم میخرند، بی انصاف هستند، دروغ میگویند، انا اونا شیطان هستند. شیطان با اونا کار دارد، با شما کاری ندارد. زیرا همون خود شیطان پیرو همونا هست، اونا پیرو شیطان هستند. هر دینا رفیق هستند. اونا با یکدیگر سر کار دارند، با آدم نمازخوان و با آدم عادل، با پادشاهی که امروز بالای ما و شماست. همه ما و شما برسیم در حقش دائم باید دعای خیر کنیم. همین آبادی که الحال در مسجد است، همین توده مردمی که جمع بشود، همش البته اگرچه فضل خداست اول و آخر، لیکن برکات این ایشان هم هست. السلام علیکم داملای عزیز. قرآن در روی قبر خواندن درست است؟ یک نفر امر معروف کرد و گفت که آیت بالای قبر این عادت مردم نه فرمان خدا. این هزارها نامعقول کرده. شما همین الحال همین بعض جوانهای برآمده است که آیت بالای قبرم انکار میکنند و شما را مثال خلاف مذهب ابو حنیفه میخواهند که رفتار کنید، اینها را گوش ندهید. شما همون امام خطیب ها را گوش کنید. همین علمایی که امام خطیب هستند، پیشوا هستند، همونها را گوش اندازید. به هر یک جوان قد کوچه شما اهمیت ندهید. رسول اکرم میگوید که این حدیث ابو داود را روایت میکند: اقرأوا علی موتاکم یاسین. اینا پیغمبر خدا گفتند شما بالای مرده هاتان، بالای پدر و مادر اولاد اجدادتان سوره یاسین بخوانید. چرا نادرست است؟ از همه شما برادرای عزیز، من خاصه همین مذهب ابو حنیفه را برای چی به شما حکایت میکنم؟ زیرا که بعضی از برادرای ما و شما امروز پیدا شدن خلاف مذهب ابو حنیفه میخواهند رفتار کنند. میلش کردن بگیرن، همونش هم سنت، لیکن همین فتنه و جنجال و نافهمی را در بین مردم پیدا میکنن.
گاه دستها را تا راستی کتفا میبردارند، گاه آمینی بلند میگویند. حالا که رسول اکرم که ابن مسعود راوی این حدیث است میگوید 4 چیزی هست که باید پس گفته شود. اینم حدیث پیغمبری خداست. التعوذ و التسمیه و التأمین و التحمید. اعوذ بالله پس گفته شود، بسم الله پس گفته شود، آمین پس گفته شود، ربنا لك الحمد پس گفته شود. این حدیث پیغمبر است. برای کسی لازم از مرحمت کتاب نزد ماست. با بلند گفتن آمین عرق خریب من می شود، با بلند گفتن آمین زنا من می شود، به حیایی قد می شود، نه قد نمی شود. مردم عقیده‌ش بیدار کردن در کار، مردم در نماز درست کردن در کار. همه این مسئله بعد حل خودش می‌یابد. هر مسئله که ابو حنیفه اخذ کردن همش با حدیث است، همش با آیت قرآن است. حتی همین آمینی پس ده حضرت دلیل دیگرش ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، صدق الله العظیم، آیت دلیل کردن که خداوند میگوید دعا را شما دائم پس بخوانید، که حضرت گفتن آمین از جمله دعاست، باید دعا پس گفته شود. این حدیث احمد، ابو داود، حاکم و حدیث حسن است. من چیشم نویساندم، همون اقرأوا علی موتاکم یاسین، بر مرده هاتان شما سوره یاسین خوانیم بالای قبرشون. اینا هم احمد روایت کردن، هم ابو داود روایت کردن، هم حاکم روایت کردن، هم حنان هم روایت این حدیث کردگن. و حدیث حسن است اگر اهل حدیث فهم باشد. السلام علیکم بابای حاجی، آیا در توی آیت خواندن جایز است یا نه؟ البته جایز است. امروز همین عقیده ویران در ما و شما پیدا شده است که فقط قرآن در مرده استفاده میکنیم، در زنده نی. روزهای توی چرا ما و شما آیت قرآن نمیخونیم؟ در معرکه ها میریم، خوراک میخوریم، دعا میکنیم، آیت نمیخونیم. چرا نمیخونیم؟ من استمع الى آیت من کتاب الله فله حسنه، گفته است پیغمبر. کسی که اگر آیت قرآن گوش میکند، کسی آیت قرآن میخواند، از برای اون نیکی میرسد. باید که البته در همون خاندان عروس است، شه است، باید که آیت خوانده شود و اونها را باید که ما و شما دعا بتیم. برای مرده لازم بوده است و برای زنده لازم نبوده است. جایز است. السلام علیکم داملای مهربان، اکثر مردم میگویند که با پای راست به خانه و مسجد درآ، با پای چپ برآ، یا اینه که در حاجت خانه و بازار برعکس این. باز میگویند که انگشت دست را نشکن، یا که انگشت را در انگشت نانداز. اینها چه اساس دارند؟ در قرآن در باب اینها گفتگی هست. با احترام مخلصی شما، البته قرآن نه، لیکن حدیث های پیغمبری خدا در این باب هست که شما وقتی که مسجد می درآیین با پای راست درآیین، وقتی حاجت خانه می درآیین با پای چپ درآیین، وقتی بازار می درآیین با پای چپ درآیین، و در بازار بسیار نایستیم بلکه تیزتر از بازار بیرون شوین. و انگشت های دست البته صداهاش مثال ما و شما زیر میکنیم میبرانیم، این صدای انگشت هاتون نبرانین، انگشت بالای انگشت بار نکنین. اینها همش در حدیث های پیغمبر هست. البته رفتار کنین، اینم یکی از سنت های پیغمبر خداست. السلام علیکم داملای شیرین سخن، من از شما خواهش میکنم که با سوال من جواب دهید. ما یک روز در همین مسجد شما نماز عصر را میخواندیم. یک شخص ما را گفت که تو این اشاره سبابه را مکن که این گناه است. آیا این گناه است؟ التماس با سوال ما جواب دهید. البته علامت سبابه گناه نیست. چرا گناه است؟ علامت سبابه این سنت پیغمبر است که وقتی شما در التحیات خواندن همان انگشت سبابه را میبردارین، این سنت پیغمبری خداست. شما ثواب میگیرین، گناهگار نمیشین. حدیث های خیلی زیاد، حتی ابو حنیفه در کتاب فقه الاسلام و ادلته 4 امام که مذهبش صحبت میکند صاحب کتاب
میگوید ابو حنیفه انگشت جمع نمیکرد، بلکه همون حالت خودش ماندگی اشهد ان لا اله اشهد ان لا گفتند میبرداشتن همین انگشته و میپرتافتن الا الله میگفتند. خود ابو حنیفه میکردند. این در کتاب همون فقه الاسلام و ادلته موجود است. کردنش ثواب، کردنش سنت است. انجام دهین، این گناه نیست. السلام علیکم داملای عزیز، درود و رحمت با شما. من دو سوال دارم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی فی الجنه. چی معنا دارد؟ این از آیت فجر هست. ما و شما در حالت دوره کردن مرده ها میخوانیم یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس آرام گیرنده، ای نفسی که شما با قضای خدای خود راضی هستین، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، رو به نزد پروردگارت در حالتی که خدا از تو راضی است و تو از خدای خود خوشنود هستی. فادخلی فی عبادی وادخلی فی الجنه، داخل شو در گروه صالحان و داخل شو در جنت پروردگار. این معناش همین است. میگویند آدمانی که از پشت صورت روز قیامت عذاب میکشند، کسی صورت مرده را نگاه کند همان وقت مرده را عذاب میدهند. برای همین پیش از مردن صورت را بسوزانید. راست است. خدا باز هم به شما علم و دانش زیاد عطا کند. البته حق گفتن کسی گفتن صورت گرفتن در اسلام ما و شما اگر بی عذر باشد ما و شما را گناهگار میسازد. ما و شما نه صورت میگیریم نه صورت میکشیم. صورت هایی که لازم است، برای پاسپورت لازم است، برای یگان اراده سفر داری مرحمت صورت گیر، لیکن بیهوده صورت نگیر، بیهوده صورتی تر نکشن که در اصل هرگاهی که به صورتی تو نگاه میکنند تو را خداوند عذاب میدهد. امروز متاسفانه خانه همه مسلمان ها پر از صورت است، علل خصوص در همین قشلاق ها اینقدر صورت زیاد جمع شدگی است. بالای همون جیودانی که دارند گردابگیر همه پر از صورت است. و در خانه مردم شهر باشد حمام خانه هاشون پر از دخترای فاحشه صورت ها در همون حمام خانه و واردای خانه و همون اکتیارهای بدبخت بیدین خدازده که در دنیا هستن همونا در خانه ما و شما زدگی هستند که اونا به خون هزارها مسلمان تشنه هستند. شما بالای سرشون کردین. اونا خود کم کثافت بدن که باز در خانه خود جاشون کردین. یگان ملائکه رحمت خانه شما نمیدروید. نگذارین در خانهاتون صورت ها را. مرحمت صورت کعبه است، صورت یک منظره است، یک منظره را بیارین کشال کنین. السلام علیکم بابای حاجی، سوالی مرا جواب دهید. من پدر و مادر را پرسیدم که در بازار کار کنم، گفتا که در خانه کار می باشد. من گپی پدر و مادر رو نگرفته ناپرسیده به قرغن رفتم. یک ماه پس برگشتم. این عیب من یا عیب پدر و مادر؟ جواب این سوال را دهید. البته برادر عزیز، رضاگی پدر و مادر در همه سفر برای شما ضرور است. حتی که دوره های پیغمبر خدا که چقدر جهاد ذلول بود، وقتی می آمدن جوان ها که پیغمبر خدا را می گفتن که ما با جهاد همراه تو می رویم، رسول اکرم چی می گفتن؟ می گفتن پدر و مادر داری؟ می گفتن بله. می گفت خدمت پدر و مادر را انجام ده، خود جهاد در راه خداست. یا از پدر و مادر پرسیدی؟ این سوال ها را پیغمبر ما و شما از همان جوان ها و از همان امت خود می کرد. از این خاطر هر جایی که شما می روید اگر بخواهید که برکت در باید که پدر و مادر از شما راضی باشد. پدر و مادر از شما راضی باشد. رضاگی پدر و مادر این رضاگی خدای شماست. بسیار خوب می شود که شما پدر و مادر را در همه مسئله ها از آنها چیکار کنین؟ سوال کنین و راضیگی آنها را طلب کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دامدار شیرین سخن. درباره رباعیات های عالمگیر عمر خیام به ما جواب پره می داده. این رباعی چنین است: گر باده خوری تو با خیرتمندان خور،
یا با صنمی لاله‌رخی خندان خور. بسیار مخور ویرد مکن فاش بساز، اندک خور و کم کم خور و پنهان خور. در این رباعی باده، می، شراب با کدام معنا شاعر گفته است؟ از نام مخلصی اشدی شما. اصطلاحاتی است مر ابدال را، که از آن نبود خبر غفال را. عارفان ما و شما میگد که همین ابدالای ما، ابدال گفته همون اولیاهایی که تخمین 70 نفر هستند، همونها در اصطلاحات خود، یعنی در استفاده کردن شعر خود، می، باده، جام، پیمانه، سبو استفاده میکنند. لیکن شما غفالا، شما غافل ها از معنای اون درک ندارین که اون چی میخواهند در شعر خود. خب حضرت مثنوی باشد، صاحب مثنوی حضرت جلال الدین رومی یک روایت میارد که ان لله شرابا اعده للاولیاء اذا شربوا سکروا و اذا سکروا طابوا. پیغمبر از نام پیغمبر ما و شما رو یاد میکنه که از برای خداوند شراب هست. وقتی که همین شراب را برای اولیاهای خود آماده کرده است، وقتی همین اولیاها که شراب خوردن مست میشوند، وقتی که مست شدن در حالت مستی رجوع به سوی خدا میکنند، همون شراب می نوشند. این شرابی که آدمها را مست میکند، پلید میکند، افلاس میکند، این شراب نیست. حضرت حافظ میگوید المنت لله که دری میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. این شراب، این می که ما استفاده میکنیم، این بیچارگی است، میگد عاجزی ماست. اون می که مجازی است، اون می که در خمها می جوشد، از وی همه مستی و غرور است و تکبر. اون می هست که آدم تکبر می سازد، مغرور می سازد، پلید می سازد. این می ما اون می نیست، گفتن حضرت. عارفی دیگر چی می گوید؟ شراب عشق نبود زاب انگور، شراب عشق نبود زاب انگور، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. این شراب عشقی که ما بیان میکنیم، این آب انگور نیست میگوید، و رهی نوشیدنش هم با راه این گلو نیست، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. از این پیمانه و جام و سبوها غرض پیمانه و جام و سبو نیست. ما وقتی که در شعرهای خود رومکه را استفاده میکنیم، جامهای بادنوشی را استفاده میکنیم، این مقصد از همین رومکه هایی که عرق می نوشند، این مقصد از این نیست میگوید. بدان معنی که عارف زلف گوید. وقتی در شعرها که زلف دیدین، نظر در پیچ تاب هیچ موی نیست. وقتی ما زلف استفاده میکنیم، این از همین زلف های کجه که بعضی از فاحشه ها کج میسازن و بیرون میبرن، میگد این از اون نیست. این زلف ما هم عشق در راه خداست. بیان عارفان را اصطلاحی است که جز عارف کسی را گفتگو نیست. این عارف ها اینو میدانند، خردمندها اینو میدانند. برای همین این شراب و این می که حافظ و بیدیل و سعدی و خیام و اینا استفاده کردن، این مقصد از همین باده هایی که می نوشن این نیست، بلکه اینا همه عشق الهی هستند. السلام علیکم اکای مرزا حاجی. ما از ناحیه مومن آباد در هر نماز جمعه به پیش شما می آییم، کسیته های شما را خریده می بریم. در کسیته 36 شما در بابت نیت غسل گپ زدید. دانید یا ندانید فرق ندارد،
همین را به ما ساده کرده فهمانید که مردم ما اعتقادشون گشت. مخلصان شما از مؤمنا بود با یک مسئله عادیه که اگر اعتقادشون گشته باشد، در غسل جنابت 3 فرض است: غسل فم، انف و کل البدن. در غسل جنابت 3 فرض است: شستن دهان، آب گرفتن بینی و تمام بدن را تر ساختن. این فرض است. کدام ما و شما همین 3 عمل انجام دادیم، ما و شما از غسل جنابت خالی شدیم. ما دیگر در جنابت نیستیم. و سنت همین غسل جنابت چی است؟ بینید، نیت در حتی سنت چم نیست. نیت گفته همون، اگر مقصد این برادرها خواندن همون دعای نویت ان اغتسل غسلا من جنابتی رفع، من نمیدونمش باور کنین. اگر همین باشد این لازم نیست، این لازم نیست. تماما این شما اذیت نکنین، حاجت به اذیت کردنش نیست. هیچ فرمایش، نه فرض نه سنت نه مستحب، در هیچ امر نیست. خلاص ممکن خیلی همون ملاهای همجا مختصر خان باشن، فرضا و سنت های همین غسل تماشا کنید، در هیچ کدام همین نیت آوردگی نیست. برای همون نیتی که در دلتون کردیم برای پاکیزه کردن بدنتون، خودش نیت واقع شد، تمام. شرط نیست که شما را لفظاً با دهانتون بخوانید، با زبان خود بخوانید. و سنت همین است که شما پیش از غسل جنابت باید که پیشاب و مثال حاجتخانه داخل شوین، همه را دور بسازین، آمده دستها را شوین، یعنی طهارت کنین پیش از غسل جنابتتان بغیر پایها را شستن. بعد در دوام همین آبازی کردگیتان پایهاتان را میشورین، تمام. شما صاحب هم طهارت هستین، هم صاحب از جنابت خالی شدین. این نیت شرط نیست و لازم هم نیست. داملای شیرین سخن، من از شما خواهش دارم که سوال ما را با پرگی جواب گردونید. 23 فوریه یا 8 مارس در دین اسلام هست یا نه؟ همین رو ما چندین بار گفتیم برادرای عزیز. یکی 1 ینور، یکی 23 فوریه، یکی 8 مارس، یکی 9 می. دیگر ایده های که هستند، اینا ایده های ملی هستند، ملی تاجیکستان ما و شما هستند که اینها را به قید میگیرند. اینا از اسلام ما نیستند، لیکن در تاجیکستان، در تمام دنیا این عید پیشواز گرفته می شود. چرا شما از 40 سوال نمیکنید؟ چرا از 7 سوال نمیکنید؟ چرا از 6 ماهگی سوال نمیکنید؟ چرا از 20 سوال نمیکنید؟ چرا از سال سوال نمیکنید؟ کجای کتاب در اینا هست؟ السلام علیکم داملا، آیا سلام دادن چی فضیلت دارد؟ این سوال ما در کسیتوی پیشین گفتگی هستیم که سلام چگونه باشد و چند ثواب دارد. میتونین هم کسیتوی پیشین نگاه کنین، انشاءالله همین فضیلت سلام در او وجود دارد. السلام علیکم داملای شیرین زبان، از شما خواهش دارم که درباره حرمت نان 1-2 سخن میگفتید، چون که در کوچه ها نان ریزه ها رو میبینیم که پرتافته شده است. گناه این چیست؟ میگفتید. با احترام مخلص اشدی شما. البته هر یک نعمتی را که شما اگر با قدرش نرسین، خداوند اون نعمت از شما میگیره. و اذ تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و ان کفرتم ان عذاب لشدید. خدا در سوره ابراهیم میگوید اگر هر نعمتی که من بر شما میدهم، چه از خوردنی باشد، چه از تن صحت باشد، چه از نوشیدنی باشد، اگر با قدر او نرسیدید، شکرانه او را به جا آوردید، خداوند وی را از شما میستاند، میگیرد و عذاب خدا بالای شما سخت می شود. شکر کنی نعمتت افزون شود، ور نکنی از کفت بیرون شود. البته نانم یکی از نعمتهای خیلی قیمتی هست که تمام نعمتهای دنیا دل آدم میگیرد، لیکن نان نمیگیرد. در همه طعام، در همه حالت نان ما و شما خورده میتوانیم. وقتی او را زیر پاکی پرتافتی، حتی در حدیث های همین 1000 حدیث هم آمدگی است که پیغمبر خدا گفتن اکریم الخبز، شما نان را احترام کنید، نان احتیاط کنید.
صد افسوس که امروز معرکه های ما و شما تماما توجه به نان نمیدیم. نانها در بالای دسترخوانها قاق میشوند، نانها در داخل دسترخوانها همون پوپنچک میگیم چی میگیم همونها میزند، پروا نداریم، اهمیت نمیدیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما از شما خواهش میکنم که در جمعه آینده با ما امام عسکری جان را نقل کنید. راستی بار به حاجتم نیست و قصه این امام عسکری جان ما هم نمیدونیم. خدا رحمت و مغفرت چون کنه در کجای باشن، لیکن در همین موضع های ما و شما نیستن. اینا همین حضرت امیر سیدی علی حمدانی واقع هست. دیگر این عزیزوارهایی که در اطراف ما و شما نامهاشون نمیگیرن، اینا اکثریتش وجود ندارن در اینجا. اینا همش عرب هستن، همه اینها نبیره ها نواسه های پیغمبر خدا هستند. اینا از کجا به اینجا رسیدن؟ حتی همین حضرت سلطان ویس قرنی که اینقدر مشهور است، اینا در حدیث های صحیح پیغمبر میگذارد که در جنگ حضرت علی کشته شدگی است، از جانب حضرت علی جنگیدگی است و در همین جنگ حضرت علی نابود شده است. و در وقتی که در اون مدینه که جنگ شدگی است، از مدینه به این خاولین غیر کی آورد؟ اسی بار من با حضور همون حضرت، لیکن سلطان ویس قرنی بسیار آدمی به نهایت به خدا نزدیک آدم بودن، زیرا پیغمبر خدا را ندیده بودند، لیکن پیغمبر خدا از سلطان ویس قرنی یاد کردگی هست. در حدیث میگذرد که ابوبکر را میگوید که ابوبکر تو وی را نمیبینی، لیکن عمر تو وی را میبینی و طلب کن که در حق شما دعا کند. این پیغمبر خدا در حدیث ها گفتگی است. از کجا میشناسیم؟ در همین کف دستش یک سفیدی هست، وقتی دیدین بدانین که وی سلطان ویس قرنی است و دعای او را قبول کنین و دعای او را بگیرین. این در حدیث ها میگذرد. اینجا یک شعر نویساندن، التماس همین شعرهایی که شما ایجاد کردین رحمت، لیکن همین شعرها و این شعرها ما باور کنین یعنی سزاوار هم نیستیم. قدر شعرهایی که مثال در اینجا این قدر وصف و صفت کردن. برای همین سوالش رو میخونیم. سلام داملای عزیز و عالی، قدر ما از شما خواهش میکنم که به سوالهای ما جوابهای درست دهید. سوال ما چنین است: در یگان پنجشنبگی دعا کنن در دسترخوان کارچه باشد درست است؟ این کارچه نمیره دعا را نمیگیره. در پنجشنبگی دعا کردن با بودن کارچه و نبودن کارچه هیچ حاجت نیست. تا حال همون عقیده های کهنه و عقیده های باطله که هستن، همینا تا حال در مینه سر ما و شما جا دارن. اگر با پیش نماز گذارن نمازت قبول می شود یا نه؟ البته نماز قبول می شود، نمی شودش این نزد خداست، لیکن نماز شما را نمی برد. یعنی بعضی آدمایی هستن که از پیشون آدم میگذرد، در حال چیکار میکنن؟ میگن نماز من بریده شد. نه، نماز بریده نمی شود، نماز فاسد نمی شود، ویران نمی شود، نماز دوام ده. همون آدم گذرنده گناهگار می شود. کسی با پیش نماز کسی میگذرد، حتی حضرت امام ابو حنیفه چی گفتن؟ گفتن من 40 سال در یک جا راست ایستادن به عهده میگیرم، لیکن به پیش نمازخوان نمیگذرم، از گناه وزنین بودن این. برای کسی که نماز میخواند اول جای خودش را مناسب کند، یک جای بخواند که جای گذرگاه مردم نباشد و هر یک آدم گذرنده هم احتیاط کند به پیش آدم نمازخوان نگذارین که گناهگار میشوید. لیکن وقتی گذشتین شما گناهگار شدین، لیکن در نماز او هیچ خلل پیدا نشده است، هیچ نقص پیدا نشده است. اگر در کرته یا در سله صورت زنده باشد نماز خواندن درست است یا نه؟ داملای عزیز، البته که امروز روزی هست که روز اجابت دعا. شما دعا کنید که بابای ما چشمانشان بنا شوند. در کرته و در جای نماز و در سله و در کجای، در خانه و در کجایی که صورت باشد، شما از ثواب نماز محروم هستید. اگرچه نماز شما باطل نشد، فاسد نشد، لیکن هیچ ثواب در اون نماز شما باقی نیست.
خداوند این بابا را شفای کامل و شفای عاجل نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من از شما یک خواهش دارم که با همین سوال من جواب گردانید. من ستر عورت کردم و من شوهرم میگوید که اگر ستر عورت نکنی فهمید که شما زن من نه. مادرم باشد میگوید که اگر ستر محکم کنید من شما را نه در دنیا میبخشم و نه در آخرت. من چیکار کنم؟ این خواهر عزیز با احترام زیاد مهرالدین نویسنده است. وقتی که شما خواهرای عزیز شوهر که میکنین، رسول اکرم میگوید اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، بزرگترین حق بالای زنها بعد شوهر کردن این حق شوهر میست. دیگر پدر یا مادر بگوید که تو ترک ستر عورت کن، نعوذ بالله باور کن از دین بیگانه می شود. وقتی که با امر خدا تو چکار میکنی؟ تو مقابلیت نشان میدی. خدای تو در قرآن میگوید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين و کان الله غفورا رحیما. ای محمد صلی الله علیه و سلم با دخترهای خود، با زنهای خود، با زنهای تمام امت خود خبر بده که بالای سر خدا بپوشانند، گردنهای خدا بپوشانند، پایهای خدا بپوشانند، یعنی سطر عورت بجا بیارند. وقتی تو امر خدا را که مقابلیت نشان میدهی مسلمانی تو کجا میشود؟ و این دختر حق دارد که سخن پدر و مادر اینجا قبول نمیکند، اگرچند شوهرم که نداشته باشد. حالان که وقتی صاحب شوهر شد سخن شوهر گذر دارد، سخن پدر و مادر گذر ندارد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما که در دین اسلام خواهش داریم و کسیته های شما را گوش میکنیم و من میخواهم که سبق گیرم. من را پدر و مادرم نمیماند. من که حالی که خرد هستم گوید که من چیکار کنم. اگر شما خرد باشید برادر عزیز، از تعلیم قرآنم دور نشو و از خواندن مکتبم دور نشو. کار کن که در مکتب با بهای اعلا خوان و تمام معلمهای تو از تو راضی باشند، نه بالای تو شکایت کنند. یعنی اگرچه یک مدت وقتت را در مسجد میگذرانی، یک قسم زیادی و با در مکتب گذران کن. با درس های امروزه هم چکار کن؟ توجه زیاد داشته باشی. گر حال نیک خواهی، حضرت رومی میگوید پدر و مادر میگوید، پدر و مادری که نمیخواهد فرزند او قرآن خوان شود یا نماز خوان شود، گر حال نیک خواهی فرزند را همیشه آموزش برادر قرآن و خط و پیشه. اگر شما حالت نیک فرزند بخواهید، اگر شما بخواهید که در آینده از این فرزندها راحت بینین، اینها را چیکار کنید؟ قرآن خوان کنید، علم دنیوی را نشانشان دهید و کسب و کار نشانشان دهید. گر حال نیک خواهی فرزند را همیشه آموزش برادر قرآن و خط و پیشه. زیرا که پیشه باید روزی که کار افتد، چون پیشه نداند بیل و کلند و تیشه. حضرت گفتن مادامی که اگر پیشه را یادش ندادین، یعنی کسب و کار نآموخت و ایرا قرآن خوان که نکردین، برای این گونه فرزند بیل و کلند و تیشه منتظر است. یا چون خط نداند یا پیشه نداند، پس گاو و خر چراند در کوه و در و پشته. وقتی از قرآن دور شید، از نماز دور شید، از علم دنیاوی دور که شد، زیب این گونه فرزند و زیب این گونه پدر و مادر همان بالای کوه چراندن گاو و خر است. گفتند حضرت سعدی میگوید بیامرز پرورده را دست و رنج. این فرزندی که در خانه تو پیدا شد، اینا شما علم آموزانید، اینا شما کسب دنیایی آموزانید، اینا خط خوانش کنید. بیامرز پرورده را دست و رنج، اگرچه دست داری چو قارون به گنج.
اگر مثل قارون به دولت هم که باشی باید فرزند تربیه کنی، باید فرزند کسب نشان دهی. میتواند این برادر ما هم تعلیم مکتبش دوام دهد و هم آمده نزد ما تعلیم گیرد، قرآن خوان شود، انشاءالله از هر دو جانب وی برکت می‌یابد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر کفر نشود، از پدرم تو را بسیار دوست می‌دارم. خواهش التماس یک جمعه را درباره اهل دوزخ یا اهل بهشت صحبت می‌کردید، بسیار خوب می‌شد. سوال: خوراک دوزخیان چیست؟ چی را استعمال می‌کنند؟ البته خداوند همه ما و شما را از عذاب دوزخش نگه بدارد و از وارد شدن به دوزخش نگه بدارد و انشاءالله در باب این دوزخ و بهشت خدا خواسته باشد صحبت ها میکنیم. الحال من به شما خبر میدهم آیت را از خوراک دوزخیان که دوزخیان چی خوراک دارند. خدا میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تسقى من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. صدق الله العظیم. وقتی که این دوزخی ها تشنه می شوند از حرارت دوزخ، وقتی تشنه می شدند، تسقى من عین آنیه، از آب داغ، از آبی که خیلی گرمی و حرارت وی هیچ دیگر حد و کنار ندارد، از همان آب حرارت دار در حلق آنها می ریختند. تسقى من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ذریع. این دوزخی ها طعام نمیخورند مگر ذریع میخورند. مفسرای قرآن میگویند ذریع این یک علفی هست، یک خاری هست که هم تلخ است و هم بوی دارد، که این اشترها در همان عربستان میخوردند. این خار بویناک و تلخ خوراک دوزخی ها بودند. وقتی پیغمبر خدا میگد این آیت خواندن، مفسرای قرآن میگویند مشرکای عرب گفتند مادامی که ذریع همین خار که خوراک ما باشد باکی ندارد، اشترها را بینید همین خارها را میخورند، چقدر فربه هستند، چقدر چقان هستند. رسول اکرم چی گفتند؟ دوام آیت خواندن: لا یسمن ولا یغنی من جوع. این خاری که در دوزخ است، این خار بویناک و تلخی که در دوزخ است، لا یسمن، این فربه نمیکند، ولا یغنی من جوع، و گرسنگی شما را دور نمیکند، شما دائم گرسنه هستید. این از خوراک دوزخی ها. از این ده هم بدترش هم در آیات های کریمه آمدگی است که حتی آبشانه از همان زرداب زیناکارها هم میگویند که زیناکارهایی که در دنیا زینا کردند، وقتی اینها زرداب بدنشان که میریزد، این آب جمع می شود در دوزخ و برای دوزخیان استفاده می شود. السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم، میخواهم جوابش را با پررگی گیرم. شخصی از خدا قسم خورد که من دیگر قماربازی نمی کنم، لیکن کرد، بگوید که گناهی و چیز. خدا در قرآن میگوید: استعیذ بالله انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. با درستی این که عرق نوشی، میسر قماربازی، انصاب و ازلامش فالبینی و بت پرستی، رجس من عمل شیطان، اینها پلید هستند، عملهای شیطانی هستند. فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اگر تو از عذاب خدا بخواهی که ایمن بیابی، از این چهار چیز دور شو، تو در عذاب خدای خودت گرفتار نمی شوی. کسی که قماربازی میکند، البته به البته وی وارد دوزخ میگردد. کسی که عرق نوشی میکند وی وارد دوزخ میگردد. کسی بت پرستی میکند، فالبینی میکند، وی وارد دوزخ میگردد. زیرا این عملهای پلیدی هستند که این بنده به آنها چنگ زده است. عیب است که وقتی که امروز فرزند مسلمان نماز میخواند، خدا میگوید، مسجد میگوید، باز قمار بازی میکند. از پول قمار باز شکار میکند، باز معرکه میکند، نان میکند، خیر احسان میکند که خداوند به این پول حرام احتیاج ندارد.
فرزندها گرسنه و عائله ناآرام و این باشد خماربازی دارد. سلام داملای محترم، من میخواستم مصرع‌های شعر زیرین رو تحلیل نمایید که با قلم محمد غایب نوشته شده است ولی مضمون از اثرهای حضرت امیرجان گرفته شده است. زندگی از مرگ بهر هر مسلمان مشکل است، 5 سختی دیدن و طی کردن 6 منزل است. و ما فهمانید که این 5 سختی کدام است. بغیر همین 5 کلمه دینی دیگر هیچ معنا نمیدهد. همین 5 سختی دیدن و طی کردن 6 منزل است. همین 5 سختی این به همین 5 کلمه بسیار نزدیکی می‌آورد. اگر کدامی در لازم باشد بیاید از نزدیکتر انشاءالله تحلیل کردن میتیم که چی سختی ها دارد. یعنی به همین بنای مسلمانی 5 بنای مسلمانی است. سوال آخران میخونیم انشاءالله دعا میکنیم. السلام علیکم داملای محترم، اولا مرا میبخشید چون که وقت شما رو میگیرم. خواهشمندم با همین سوالی من پره جواب گردانید. من شما را از برای خدا دوست می‌دارم. سوال من چنین است: حضرت رسول اکرم می‌فرماید هر شخصی که در هنگام شام شراب بنوشد و با همین حالت صبح کند مشکوک است. اگر صبح شراب بنوشد و با همین حالت سحر کند مشکوک است. چی معنی دارد؟ یعنی کسی که سحر شراب می نوشد تا بیگاه یا بیگاه می نوشد تا سحر و مشکوک است، یعنی وای بدبخت است. وای بدبخت است کسی که روزی خود فقط به شراب خوری میگذراند. در جای دیگر می فرماید که هر کسی که فرد شراب خور را سلام دهد و با وی مصافحه کند سلام کند، خداوند عملهای 40 ساله وی را ضایع میکند. خواهشمندم پره جواب دهید که چون که من در جای کار میکنم که زیاده از 40 نفر کارگر است، همه شراب می نوشند. تنها من نماز میخوانم، نماز جمعه میآیم، مرا ملا گفته تمسخر میکنند، کنی بیا ملا گفته میخندند. من چیکار کنم؟ سلام کنم نکنم؟ پس احوال من در نزد خداوند چی میشود؟ با احترام مخلص شما. سلام. راستی بار تا حد امکان اگر توانین از همین آدم های شراب نوش و تمسخری که میکنن از همین ها اعتراض کنین، دور باشین. چه همین آدم های عرق نوش و چه دیگر طایفه های بدکاری که هستند، اگر چنین باز معامله و تمسخرانه به شما رفتار کنن، شما هم میتونین که با آنها تمسخرانه هم معامله کنین. سلام آنها هیچ حاجت هم ندارد وقتی که تو را اینقدر بی قدری میکنن. لیکن امروز صد افسوس که چیکار کنیم که اطراف همه ما و شما عبارت از شرابخور است و کار همه ما و شما در پیش همین شرابخورها البته میغلطد. مجبور میشویم که از آنها چیکار کنیم؟ حاجت طلب کنیم.